الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که همونطوری که میدونید شما را با آن روی مذهب فروشان و مدعیان دروغین محبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آشنا خواهد کرد. در این برنامه ما می‌خواهیم در مورد رسول محبوب اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ساعت اول برنامه صحبت بکنیم و اینکه در دو هفته اخیر در فرانسه و بعضی از کشورهای دیگر اروپایی به رسول محبوب اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توهین روا داشتن و در نشر کاریکاتور و بعضی از مطالبی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو مسخره کردند. البته این روش کفار و منافقین از زمان بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و تا قیامت هم ادامه خواهد داشت، نبرد حق و باطل. و هر موقعی که دشمنان اسلام نتونستند در میدان نبرد یا در میدان علم و دلیل و برهان در مقابل دین مبین اسلام قد علم کنن، از این روش ها استفاده کردن: توهین، اهانت، مسخره کردن. حتی در صدر اسلام همون مشرکینی که قبل از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان یک انسان محترم به نام محمد امین دوست داشتن و در مشکلات خودشون از این بزرگوار مشوره می گرفتن. حتی در جنجال‌های بزرگی که رخ میداد در بین سران مشرکین و قریش و اهل مکه، ایشون رو به عنوان حکم و داور تعیین می‌کردن و میگفتن محمد امین. اما بعد از بعثت، بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت خودش رو آشکار کرد و اونا رو دعوت به توحید و یکتاپرستی کرد، همون تاجران دین فروشی که از ورای بت‌های مکه به نان و نوایی رسیده بودن، وقتی دیدن که این بازارشون و تجارتشون داره کساد میشه، همین محمد امین رو تهمت‌ها بهش زدن. گفتن دروغگو، گفتن جادوگر، گفتن شاعر، گفتن دیوانه. و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم از پیامبر خودش دفاع میکنه: و رفعنا لک ذکرک. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو، نامشون رو و ذکرشون رو و شأنشون رو الله سبحانه و تعالی بلند و بالا قرار داده. شخصی که الله سبحانه و تعالی با او باشه و الله سبحانه و تعالی به او عزت بده و به او تمکین بده، اگر همه بشر و همه کائنات و همه موجودات جمع بشن، نمیتونن ذره‌ای از قدر و منزلت او را بکاهند. ما دیدیم که همیشه در کشورهای مختلف، در دانمارک، در هلند، در آمریکا، در فرانسه در این اواخر، در کشورهای دیگری که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توهین و اهانت شد، علی رغم اینکه مسلمان ها ناراحت شدن، علی رغم اینکه میلیون ها نفر قلب هاشون جریحه دار شد، اما الله سبحانه و تعالی چیز دیگری میخواست. اینا اومدن تبلیغات مجانی کردن برای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اومدن تبلیغ مجانی کردن برای دین مبین اسلام. بعد از 11 سپتامبر همه رسانه‌های غربی و شرقی و حتی نوکرانشون در کشورهای اسلامی، بعضی از کشورهای اسلامی، شروع کردن علیه مسلمانان بد و بیرا گفتن. همین سبب شد که خیلی از آمریکایی‌ها و اروپایی‌هایی که اصلاً اسمی از اسلام نشنیده بودند،
برن در کتابخانه ها به دنبال ترجمه انگلیسی قرآن، به دنبال کتاب هایی که اسلام رو معرفی میکنه و سبب بشه که هزاران نفر در اروپا و آمریکا مسلمان بشه. من خیلی از کسانی رو که بعد از 11 سپتامبر مسلمان شده بودن، وقتی که باشون صحبت کردم دلیل اسلام شما چی بود، میگفتن که ما میشنیدیم که خیلی از رسانه های آمریکا به پیامبر اسلام و به دین اسلام بد و بیرا میگن. گفتیم خب بیایم خودمون مطالعه بکنیم، قرآن رو بخونیم، کتاب های اسلامی رو بخونیم، ببینیم که واقعا اسلام اونطوری که اینا ازش یاد میکنن هست یا نه. همین بود که قرآن رو خوندیم، کتاب های اسلامی رو خوندیم و در همون 6 ماه اول بعد از 11 سپتامبر بود که در کتابخانه های مراکز اسلامی در اروپا و آمریکا نسخه های ترجمه شده قرآن کریم نایاب شد. یعنی خیلی از مراکز اسلامی، رؤسای این مراکز اسلامی ندا سر دادن که بابا کمک بکنید به ما، قرآن برامون بفرستید که ما روزانه 10 نفر میان از ما قرآن به زبان انگلیسی میخوان، ما نداریم. و این کاری هم که امروز در فرانسه شده یقینا و 100% وعده الهی است که لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. شما تصور نکنید که این شر است برای شما، بلکه این خیر است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه وقتی که در جهاد ما دژها و قلعه‌ای رو محاصره میکردیم و میدیدیم که دشمنان توهین میکنن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به همدیگه بشارت نصر و پیروزی رو میدادیم. زیرا وقتی که اونا توهین میکردن، مجاهدین و مسلمانان با عزم و اراده قوی برای نصرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حمله میکردن و یقینا این دژها و قلعه‌ها سقوط میکرد در زیر ضربات مجاهدین فی سبیل الله. و امروز هم میبینیم که این توهین‌ها و اهانت‌هایی که میشه به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یقین داشته باشید که هزاران نفر در فرانسه به اسلام خواهند گروید. اصلا اینکه امروز اومدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را هدف قرار دادن، همون ترس و واهمه‌ای که در قلوب صلیبی‌ها و باب‌ها و کشیش‌های اینا هست که طی سال‌های اخیر که 2 دهه آینده ان شاء الله دین مبین اسلام دین اول در خیلی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلستان و آلمان خواهد بود و به عنوان یک دین قوی به رسمیت شناخته خواهد شد، همونطوری که در بعضی از شهرها و کشورهای اروپایی امروز به رسمیت شناخته شده. می‌بینیم که مراکز و مساجد مسلمان‌ها مملو از نمازگزار هست، برعکس کلیساها و مراکز عبادی یهود و نصارا روز به روز داره خالی میشه، چون اسلام دین عقل است، دین منطق است و جوانهایی که در اروپا قدم به عرصه زندگی میگذارند و بیشتر به سوی عقل گرایی و مطالبی هستند که با عقل و با فطرت سالم بشری سازگار باشه و بیشتر اینها گمشده خودشون رو در دین مبین اسلام میابند. ما از کفار، از یهود، از نصارا، از فرانسوی‌ها، از آمریکایی‌ها، از روسا، از انگلیسی‌ها توقع محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو نداریم. این توقع رو هم نداریم که به پیامبر توهین نکنن، چرا که اونا دینشون، عقیدهشون بر اساس توهین به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. اونا وقتی که پدرانشون و اجدادشون دیدن که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به پیامبری مبعوث شد، از همون زمان عداوت و دشمنی رو با رسول الله آغاز کردند. بعد از آن در زمان خلفای راشدین، در زمان بنی امیه، بنی عباس، تا سقوط خلافت اسلامی و بعد از خلافت عثمانی و تا امروز دشمنی ها و کینه های اینا رو که اون گوشه ای از اون عداوت ها و کینه های پنهانی که در سینه های خود نسبت به اسلام دارن رو ما در کشورهای مختلف دیدیم. در زمان جنگ های صلیبی قتل عام و کشتاری که انجام دادن در کشورهای اسلامی، در زمان استعمار که بعد از سقوط خلافت عثمانی کشورهای اسلامی رو در بند استعمار کشیدن، ما جنایت هاشون رو در الجزایر، در لبنان، در سوریه، در مصر، در کشورهای مختلف دیدیم. در فلسطین و اینکه فلسطین رو فروختن به یهود تا
مسلمان ها از اون زمان تا امروز درگیر باشند با این غده سرطانی. و در همین عصر زمان ما دشمنی ها و عداوت اینها رو در عراق، در افغانستان، در کشورهای مختلف دیدیم که چگونه مسلمان ها رو به خاک و خون کشیدن. دیدیم که به بهانه وجود سلاح‌های شیمیایی در عراق بیش از 1 میلیون کودک عراقی رو به سبب محاصره اقتصادی، نبودن غذا و دارو و واکسن، قبل از جنگ البته، بیش از 1 میلیون کودک عراقی رو کشتن. بعد از اونم که عراق رو گرفتن گفتن ما اشتباه کرده بودیم، سلاح شیمیایی وجود نداشته. هم سلاح شیمیایی رو خودتون به صدام داده بودید و خودشون میدونستن که صدام سلاح شیمیایی خودش نساخته و نداره و اون زمانی هم که داشت خود همین آمریکا و اروپا بهش داده بودن. در افغانستان به بهانه تروریسم و طالبان و القاعده حمله کردن، مجالس عروسی رو با 300-400 نفر مهمانانی که وجود داشتن به خاک و خون کشیدن. در آخرش هم گفتن که ساری، ما اشتباه کردیم، به ما گزارش غلط داده بودن و در قبال هر انسانی که در اونجا کشته بودن 100 یا 200 دلار خونبها دادن. تا امروز هم نه طالبان رو از بین بردن، نه القاعده رو از بین بردن، بلکه امروز کشورهای مختلف دنیا رو با فتنه ها و جنگ های داخلی درگیر کردن. در یمن، در سوریه، در جای مختلف. اینا کینه و دشمنیشون از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ما تعجب نمی کنیم از عداوت و دشمنی اینها با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اما تعجب ما از کسانی است که ادعای پیروی از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میکنن. تعجب ما از کسانی است که ادعا میکنن که پیرو و شیعه و دوستدار اهل بیت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند. تعجب ما از کسانی است که شهادتین میگن، خودشون رو مسلمان میدونن، بلکه اسلام خودشون رو اسلام ناب محمدی میدونن. تعجب ما از کسانی است که عبا و قبای پیامبر رو میپوشند، به نام دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به این ذات مبارک توهین میکنن. تعجب ما از کسانی است که ادعا میکنند دوستدار محمد مصطفی هستند، دوستدار اهل بیت او هستند، اما به محبوبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به ام المؤمنین، به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها توهین و اهانت میکنند. تعجب ما از مراجع و آخوندهای رافضی است که سالیان سال در کتابهای اینها توهین به رسول الله، توهین به امهات المؤمنین، توهین به نزدیکترین یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره و تا امروز هست در این کتابها، اما برای دور کردن یا انکار این مطالب کاری نکردن. تعجب ما از شبکه ولایت آقای قزوینی و ابوالقاسمی است که دقیقاً در هفته‌ای که مصادف بود با توهین مجله فرانسوی به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در هفته گذشته روز سه‌شنبه و پنجشنبه برنامه گذاشتن در شبکه‌شون در توهین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. برنامه گذاشتن برای مسخره کردن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آیت الله قزوینی برنامه میگذاره در مورد محبوبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، تا با دروغ و تلبیس و خیانت به مردم القا بکنه که در کتب اهل سنت به ام المؤمنین عایشه توهین شده و علمای شیعه هرگز توهین نکردن. ما نمیخواستیم این فایل رو باز بکنیم، نمیخواستیم در این مورد صحبت بکنیم، اما چون اینا با دروغ و تلبیس و خیانت میخوان مردم رو فریب بدن، ما مجبوریم که در دفاع از ناموس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن روی سکه مذهب اینا رو نشون بدیم در این برنامه. کتاباشون رو، علماشون رو که در مورد همسر گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه اعتقادی دارن. قبل از اینکه به این مطالب بپردازیم،
من کلیپی رو دوستان آماده کردن، خلاصه ای از اهانت‌های علمای شیعه در طول مدت این چند سال که ما کلیپ‌های مختلفی پخش کردیم. اینا رو دوستان جمع کردن در یک کلیپ تا ببینید که اهانت‌هایی که علمای شیعه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کردن کمتر از توهین‌های غربی ها نیست، بلکه هزاران مرتبه بیشتر از اونا توهین کردن. اما چون در لباس نفاق و تقیه و با ماسک محبت اهل بیت به میدان آمدند، مردم رو فریب دادن. با همین کلیپ رو میبینیم، کلیپ شماره 639 رو دوستان عزیز پخش بکنن و بعد از پخش این کلیپ انشالله مطالب دیگری رو هم داریم که در مورد توهین ها و اهانت هایی که در هفته گذشته به مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شبکه ضلالت شده و بعد از اون انشالله تماس شما عزیزان را خواهیم گرفت و صدای گرم شما بزرگواران را خواهیم شنید. با ما همراه باشید. قل لباغنا مشرعا فينا هداه بل يضر الشمس شيئا أقزم تبا. اهانت علمای شیعه به مقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. مالک یوم الدین ظهورش در امیرالمؤمنینه، روز قیامت کار دست امیرالمؤمنینه. آقا ابن رسول الله به امام صادق عرض کرد این حدیث از شماست که نقل میکنن لا یعبر الصراط الا من کان بیده سک او برات من ید علی بن ابی طالب. آقا جان روز قیامت هیچ کی از پل صراط رد نمیشه مگر در دستش کاغذی باشه، یک چکی باشه که درش امضای امیرالمؤمنین نوشته شده که آزا ولیون. این درسته؟ فرمودم بله از ماست. از که حتی الانبیا پیغمبرها هم آدم، موسی، عیسی، هود، صالح، شیخ، همه این پیغمبرها اینا هم لازم دارن این. حضرت نگاهی کردن فرمودن حتی خاتم الانبیا. حضرت نگاهی کردن فرمودن حتی خاتم الانبیا. معال السبتین جلد 2، معال السبتین مازندرانی جلد 2 حدیث نقل میکنن روز محشر که میشود خدای منان بر گناهکاران سخت میگیره. پیغمبر اکرم میفرماید یا علی برو تو بهشت بگو فاطمه بابات میگه تو بهشت جا خوش کرده ای، ما تو صحرای محشر گیری به داد برس. پیغمبر اکرم میفرماید یا علی برو تو بهشت بگو فاطمه بابات میگه تو بهشت جا خوش کرده ای، ما تو صحرای محشر گیری به داد برس. روایت داریم در بین انبیا، اینا یا هیچ نگه قلوه، نگه قلوه. روایت داریم در بین انبیا اولین پیغمبری که قبول ولایت امیرالمومنین کرده شخص خاتم الانبیاست. در بین انبیا اولین پیغمبری که قبول ولایت امیرالمومنین کرده شخص خاتم الانبیاست و چون تو بین انبیا اول اونه لذا شده افضل و اشرف بر همه مخلوقات و موجودات، شده اول ما خلق الله. و چون تو بین انبیا اول اونه لذا شده افضل و اشرف بر همه مخلوقات و موجودات، شده اول ما خلق الله. وقتی برای حضرت زهرا تشییع جنازه نمادین میکنه لازمش این است هر کجا به مشکل افتادیم یک سره بریم در خانه حضرت فاطمه زهرا، چنانچه پیامبر شخصا وقتی که به احساس ضعف در جسم شریفشون داشتن به حضرت زهرای مرضیه پناه بردن، چنانچه پیامبر شخصا وقتی که به احساس ضعف در جسم شریفشون داشتن به حضرت زهرای مرضیه پناه بردن. و جالب اینجاست که نه تنها ما شیعیان، شیعه یا علی مدد میگه، هندو یا علی مدد میگه، بت پرست یا علی مدد میگه، ارمنی یا علی مدد میگه، مسیحی یا علی مدد میگه، یهودی یا علی مدد میگه،
همگی یا علی مدد میگه، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا عدد میگه یا علی مدد میگه، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا عدد میگه یا علی مدد میگه. لولاک لما خلقت الافلاک، بعد ولولا علیون لما خلقتک، اگر علی نمی بود تو را نمی آفریدیم. بعد ولولا فاطمه لما خلقتکما، اگر حضرت فاطمه هم نمی بود شما دوتا رو خلق نمی کردیم. معمول چنین تعبیری اینه که از این تعبیر میفهمیم که حضرت علی علیه السلام از پیغمبر اکرم مهمترن، حضرت علی علیه السلام از پیغمبر اکرم مهمترن و حضرت زهرا از هر دوشون مهمترن. اگر تو نمی بودی ما چیزی خلق نمی کردیم، اگر علی نمی بود ما تو رو خلق نمی کردیم، اگر علی نمی بود ما تو رو خلق نمی کردیم، اگر فاطمه نمی بود ما شما دوتا رو خلق نمی کردیم. روند معمول حدیث اعلام افضلیت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است از پیغمبر اکرم و از علی علیه السلام. روند معمول حدیث اعلام افضلیت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است از پیغمبر اکرم و از علی علیه السلام. پیغمبر اشرف کائنات با اون عظمت میفرماید دعای من مستجاب نمی شود مگر اینکه حسین بگوید آمین، حسن بگوید آمین. پیغمبر اشرف کائنات با اون عظمت میفرماید دعای من مستجاب نمی شود مگر اینکه حسین بگوید آمین، حسن بگوید آمین. پیغمبر حق نداره از این که چون میداند عمر و ابوبکر و عثمان اینا ایمان واقعی ندارن اینا رو نپذیره. نه، پیغمبر مأمور به ظاهر، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مأمور به باطنه. پیغمبر مأمور به ظاهر، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مأمور به باطنه. یعنی او از حقیقت مردم بایستی که با خبر باشه و با خبر به او عمل میکنه. در حجة الوداع خدا میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آخرین واجب رسالت تعیین و معرفی وصی. پیغمبر رسمش نبود اینطور زیر بار نره، هرچی خدا دستور میداد سمعا و طاعه. این چیم این بار چرا؟ این چیم این بار چرا؟ مادر شما همون عایشه فاسقه فاجره هست. مادر شما همون عایشه فاسقه فاجره هست. جناب سید جعفر مرتضی میگه و شر ما فیها لابد منها، و شر از این است که ما ناگزیریم. عایشه سراپا شره، شر بالاتر از این هم این هست که ما باید تحملش کنیم. همسر پیغمبره. عایشه سراپا شره، شر بالاتر از این هم این هست که ما باید تحملش کنیم. همسر پیغمبره. در رابطه با عایشه سوال زیاد داریم، حالا انشالله با گفتگو باز شده. ما شاید بیش از 50 تا سوال در رابطه با عملکرد عایشه و زندگی عایشه داریم. اصلا عجیب است، این هیچ اعتقادی این زن شیطنت که سر تا پا شیطنت و نیرنگ و دغل و خدعه بود با رسول الله علیه و علی آله السلام. ما تازه بیایم بشینیم از عایشه به عنوان ام المؤمنین یاد کنیم و
احترام کنیم. مگه ما دیوانه ایم؟ مادر شما همون عایشه فاسقه فاجره هست. قل لباغ نال منه بیگمان کسانی که الله و پیامبر او را آزار می‌رسانند، الله آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است. و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی آنکه مرتکب عمل زشتی شده باشند آزار می‌رسانند، قطعاً تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند. قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبا. ای رسول الله، تو را غمگین نسازد کسانی که در کفر بر یکدیگر پیشی میگیرند، آنهایی که به زبان میگویند مؤمن هستیم ولی در دل مؤمن نیستند، و کسانی که یهود هستند و همواره به گفته های دروغ گوش فرا می‌دهند و از گروه دیگری سخن میپذیرند که پیش تو نمی آیند، سخنان را از جایگاه آن تحریف می کنند و می گویند اگر این حکم به شما داده شد آن را بپذیرید و اگر آن به شما داده نشد خود را بر حذر دارید و هر کس که الله بخواهد او را به فتنه مبتلا کند نمی توانی برایش کاری بکنی. ایشان کسانی اند که الله نمی خواهد دلهایشان را پاک بگرداند، بهره ایشان در دنیا خواری و رسوایی است و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است. وانتهى ثم ابتداه وانتهى 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 ثم ابتداه. و اهانت هایی که به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از زبان آخوندهای رافضی شنیدید. ما در کتاب‌های اینها هم تهمت‌هایی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهانت‌هایی به ایشون داریم که من برای نمونه بعضی از این توهین‌ها و اهانت‌ها رو خدمت شما بزرگواران نشون میدم. در این کتاب دوستان اگر نشون بدن کتاب بهارالانوار هست، در جلد 98 این کتاب در صفحه 248 ببینید که روزهای افتر رو به اسمای اهل بیت و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نامگذاری کردند. فالسبت روز شنبه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله، والاحد امیر المؤمنین، والاثنین
یعنی یک شنبه امیر المؤمنین است و دوشنبه الحسن و الحسین و ثلاثاء علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و الاربعاء موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و انا. این روایتی است که در این کتاب در صفحه 248 از بهار الانوار جلد 98 و 99 آوردن. در همین کتاب، در کتاب بهار الانوار، دوستان نشون بدن، این جلد 53 در اینجا در صفحه 22 در اینجا از امام جعفر صادق علیه السلام به دروغ روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از الله سبحانه و تعالی خواسته که حملنی ذنوب شیعت اخی و اولادی الاوصیا ما تقدم منها و ما تأخر الى یوم القیامه ولا تفزحني بين النبیین والمرسلین في شیعتنا فحمله الله ایاها و غفر جمیعها. میگه پیامبر از الله سبحانه و تعالی خواست که گناهان شیعیان علی و اولاد علی رو به دوش ایشان قرار بده، چه اون چه که گذشته و تا روز قیامت، و گفته مرا رسوا نکن در بین پیامبران و رسولان. پس الله سبحانه و تعالی گناهان شیعیان را بر دوش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حمل کرده. همچنین در این روایت رو من فقط نشون میدم و ترجمه نمی کنم چون قابل ترجمه نیست. دوستان اگر این رو نشون بدن، در بهار الانوار صفحه 35 در جلد 54 در اینجا در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که از جعفر ابن محمد علیه السلام به دروغ روایت میکنن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمیخوابید تا آنگاه که چهره خود را، من ترجمه نمی کنم اگر که آخوندها و شیعیانی که میدونن کلمات عربی رو آشنا هستن این رو ببینند و اینکه در کتابهاشون چه مطالب زشتی رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به دختر پاکشون فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها نسبت دادن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شب نمیخوابید تا آنگاه که این کار را انجام بدهد. و همچنین من نمونه هایی از توهین ها و اهانت هایی رو که اینا در کتاباشون دارند، البته این در مورد شیعیان اثنا عشری نیست، فرقه ای از شیعیان هست، دوستان از این نشون بدن، الانوار النعمانیه در این کتاب، الانوار النعمانیه جلد 2 صفحه 208. فرقه ای از شیعیان که به غرابیه معروف هستند گفتن که محمد به علی اشبه من الغراب بالغراب و الذباب بالذباب. محمد به علی چنان شبیه بود مانند کلاغ به کلاغ و مگس به مگس. فبعث الله جبرئیل الی علی علیه السلام. جبرئیل الله سبحانه و تعالی برای علی فرستاد که علی رو میخواست پیامبر بکنه. فغلط جبرئیل فی تبلیغ الرساله من علی الی محمد. جبرئیل در اینجا اشتباه کرد و پیامبری رو به جایی که به علی ببره به محمد برد و در این مورد شعری هم در اینجا آورده. و این گروه از شیعیان لعنت میفرستن به جبرئیل علیه السلام که تفاسیرش رو در این کتاب میتونید برید، الانوار النعمانی سید نعمت الله جزایری جلد 2 صفحه 208. اما در مورد شأن و منزلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نزد شیعیان در همین کتاب الانوار النعمانیه صفحه 19 جلد اول در اینجا روایتی رو میارن
که میگه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته باشن که من در 3 چیز با علی شریک هستم و در 3 چیز با علی شریک نیستم. در آن چیزی که با علی شریک هستم، اما ثلاثه التي شاركت فيها علی علیه السلام قال لواء الحمد لی و علی حامله. لوا یا پرچمی که در روز قیامت به پیامبر صلی الله علیه و سلم سپرده میشه، این پرچمی است که از من هست و حامل این پرچم علی هست. والکوثر لی و علی ساقیه. حوض کوثر از من است و ساقیان علی است. والجنة والنار لی و علی قسیمها. جنت و دوزخ از آن من است و علی آن را تقسیم می کند. و اما ثلاثه التي اعطى علیا ولم اشارك فيها. میگه این 3 چیزی که به علی داده شده و من در آن مشارکتی ندارم. اعطی شجاعتا ولم اعطی مثله. میگه به علی شجاعت داده شده و به من داده نشده. و به علی فاطمه زهرا داده شده، همسری، و به من داده نشده. و به علی فرزندانی مانند حسن و حسین داده شده و به من داده نشده. یعنی علی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شجاعتر است. این گونه در اینجا این توهین رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روا داشتن. در کتاب تفسیر قمی جلد 1 صفحه 35 در اینجا از ابی عبدالله روایت کردن که در زیر ترجمه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، خداوند حیا نمیکنه که از این که برای شما مثال بزنه پشه رو یا مگس رو. در اینجا گفتن که ان هذا مثل، این مثلی است که ضربه الله لامیر المؤمنین علیه السلام. این مثالی است که الله سبحانه و تعالی برای امیرالمؤمنین زده. فالبعوض امیر المؤمنین، این پشه امیر المؤمنین هست. و ما فوقها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آنچه که بالاتر از پشه هست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. علی پشه است و پیامبر بالاتر از پشه است. والعیاذ بالله. این نمونه از توهین ها و اهانت هایی است که در کتاب های اینا به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شده. اما در طول مدت برنامه های شبکه جهانی وصال حق، جناب آقای قزوینی ذره مردانگی و شجاعت نشون دادن و به 3 تا تقریبا از کلیپ های ما پاسخ دادن که ای کاش پاسخ نمیدادن. در مورد قرطبی کوشش کردن که پاسخ بدن که آبروریزی شد و خلاصه اون مستندی هم که بارها پخش میشه در وصال حق دیدید آقا ابوالفضل گرامی از بوکان آبروی برایشون نگذاشت. در مورد امام ذهبی و اینکه دروغی که گفته بود که امام ذهبی امام بخاری رو ثقه نمیدانه و خیلی برای این کارشون سعی کردن که اینو ثابت بکنن و الحمدلله در این قضیه هم آبرویی براشون نمونده. دیگر اینکه در مورد کلیپی که شاید در هفته گذشته یکی چند مورد پخش شد در شبکه، ایشون همینطوری که داشتن رد می شدن این کلیپ رو دیدن و خلاصه در هفته گذشته در روز 5 شنبه گذشته در برنامه خودشون در مورد این کلیپ اظهار نظر کردن. اولا ما خوشحالیم که ایشون کم کم دارن به جاده صحیح قدم میگذارن و در مورد کلیپاشون صحبت میکنن و عکس العمل نشون میدن. این واقعا یک تحول خوبیه. منتها میگن که نیش عقرب نه از رأی کین است، اقتضای طبیعتش این است. این دروغ و تلبیس و خیانت چون با خون ایشون عجین شده و این روش علما و استوانه های دینی مذهب تشیع در طول تاریخ بوده، دیگه میگن ترک عادت موجب مرض است، نمیتونن که از این امر دوری بکنن. ما اول در این مورد کلیپی از ایشون پخش کردیم که من تیکایی از این کلیپ رو
که به نام درویی و نفاق آقای قزوینی است پخش میکنیم که با همین کلیپ رو قسمت‌هایی از این کلیپ رو با هم ببینیم. این همون کلیپی است که هفته گذشته در شبکه پخش شده بود و خلاصه ایشون نسبت به این کلیپ خیلی حساسیت نشون دادن. با هم ببینیم این کلیپ رو. درویی و نفاق آخوند قزوینی در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. آخوند قزوینی میگوید ما اهانت به همسران پیغمبر را تحمل نمی کنیم. اهانت و ناسزا به همسر پیغمبر برای ما قابل پذیرش نیست. اما وقتی تقیه را کنار میگذارد میگوید ما خب در رابطه با عایشه سوال زیاد داریم، حالا انشالله باب گفتگو باز شده. و میگوید البته من فرمایش جناب آقای سید جعفر مرتضی را دارم نقل میکنم و این آقایان که اصلا بلد نیستن معنا کنن. المرأة شر و شر ما فیها لابد منها. بدتر از او این است که ما ناگزیریم از این. المرأة شر کلها و شر ما فیها لابد منها. شر بالاتر این است که ما ناگزیریم. این آقایان و شر ما فیها میگه سراپا شر، اصلا شر ما فیها مربوط به جمله دیگریه. علی ای حال جناب سید جعفر مرتضی میگه و شر ما فیها لابد منها و شر از این است که ما ناگزیریم. عایشه سراپا شره. شر بالاتر از این هم این هست که ما باید تحملش کنیم. همسر پیغمبره، ام المؤمنین هست. برای شما عرض کنم هرچی باشه کوچکترین جسارتی هم بخوام بکنیم مثل توف سربالا میمانه. مجبوریم ما به هر نحویست این رو تحملش کنیم. اما یکی از بینندگان پرده از نفاقش بر می‌دارد. شما میگی اهل سنت با وهابی فرق دارن. بله فرق دارن. بل میای مقدسات اهل سنت رو به مقدسات اهل سنت توهین میکنی. خب یه نمونهش رو بفرمایید تا حضرت استاد پاسخ بدن. بفرمایید مثلا اینجا توهین کردیم. من خودم زنده یک دفعه داشتم نگاه میکردم گفت حضرت عایشه سر تا پا شهر است. حضرت عایشه به مقدسات اهل سنت توهین میکنه. حضرت استاد این رو پاسخ دادند حدود چند کی من گفتم این رای آقا سلام میتونید بفرمایید کی گفتم؟ اما اینگونه توجیه میکند. در رابطه با این حکمت 238 یکی از علمای شیعه آقای سید جعفر مرتضی در کتاب خلفیات کتاب معصعة الزهرا جلد 2 صفحه 540 آمده میگه آقا مراد امیرالمؤمنین از این قضیه عایشه بوده و این مسئله بعد از جنگ جمل بوده و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. بله ما همین قسمت اخیر رو دوستان یک بار دیگه توجه بفرمایید. 2 صفحه 540 آمده میگه آقا مراد امیرالمؤمنین از این قضیه عایشه بوده و این مسئله بعد از جنگ جمل بوده و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. میگه و من گفتم که شخصا هیچ اظهار نظری در این مورد نمی کنم. طبق قاعده‌ای که ایشون داره و همه بینندگان آشنا هستن با کلیپاشون پخش شده، میگه اگر کسی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد یعنی که خودش هم قبول داره. من حتی این لحنش هم یاد گرفتم از بس که شنیدم این حرفو از ایشون که اگر کسی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد خودش هم قبول داره. یک بار دیگه بشنوید این رو. مثلا بعد از جنگ جمل بوده و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. بله این قاعده کلی بود که ایشون همیشه بیان میکرد که اگر کسی یک مطلبی رو نقل بکنه و رد نکنه یعنی خودش هم قبول داره. پس قزوینی خودش این مطلب رو قبول داشت و این قضیه علیاذ بالله ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها سراپا شر است، اینو نقل کرد و رد نکرد و اظهار نظرم نکرد، پس اینو قبول داره. اگر متوجه شده باشید در ضمن صحبتاش گفت که عایشه مثل علیاذ بالله توف سربالاست.
بعد من همون قسمتی رو که ما کلیپی که گرفته بودیم خدمت شما عزیزان دوباره پخش میکنم، دوستان ببینن با هم. حکمت 238 نهج البلاغه. حکمت 238 نهج البلاغه از آقا سلمان بزرگوار این عبارت را آوردن: المرأة شر کلا و شر ما فیها انه لابد منها و هی اقرب حلو اللسع. این رو در شبکه وهابی گفتن اگر زن همه شر هست، آیا نستجیر بالله نسأل حضرت زهرا هم شامل این روایت می شود یا نمی شود؟ و من اون زمان گفتم آقا در رابطه با این حکمت 238 یکی از علمای شیعه آقای سید جعفر مرتضی در کتاب خلفیات کتاب معصعة الزهرا جلد 2 صفحه 540 آمده میگه آقا مراد امیرالمؤمنین از این قضیه عایشه بوده و این مسئله بعد از جنگ جمل بوده و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. بله، ایشون شخصا هیچ اظهار نظری در این مورد نمی کنن. 2 تا کلیپ در 2 برنامه متفاوت و روز پنجشنبه گذشته دوباره بیننده‌ای زنگ زد و خلاصه به ایشون اعتراض کرد. ایشون در اینجا اومد یک دروغ خیلی بزرگ گفت. با همین دروغ رو ببینیم و ببینید که اینا تا چه اندازه بی‌حیا هستن، با وجودی که این کلیپ این حرفاش بارها پخش شده و ما کامل برنامه رو ضبط میکنیم از ایشون. این تصور نکنن که فقط همون جایی که دروغ میگه همونو کات میکنیم و بقیه‌شو میندازیم دور. نه، ما همه کلیپامونو که هر کدومش رو که فردا بیاد اعتراض بکنه که اولش من چیز دیگه گفته بودم، آخر چیز دیگه گفته بودم، این حرف من رو قطع کردن و اینجاشو بریدن و اونجاشو فلان کردن، همه اینا رو ما در نظر گرفتیم از روز اولی که این شبکه به اصطلاح شروع شده و همه این کلیپ ها آرشیو است به تاریخ، به موضوع و هر موقعی که ایشون دوست داشته باشه در مورد هر کلیپی که اعتراض بکنه ما حاضریم که کل مطلبی که ایشون گفته ولو اینکه 1 ساعت هم طول بکشه ما در اثبات اینکه ایشون دروغگو هست رو پخش بکنیم. حالا با هم میبینیم اینو. خب متاسفانه اینها فقط تلاش میکنن. مخصوصا من همین دیروز بودم یک تعبیری رو من از یکی از علما نقل کردم که جناب سید جعفر مرتضی میگه ان المرأة شر کلها، ایشون میگه عایشه سراپا شر و بعدنم رد کردم گفتم این موضع ما نیست. شون نظرش اینه. این تیکه را که من نقل کردم قبلشون میگه عایشه سراپا شر و بعدنم رد کردم گفتم این موضع ما نیست. ایشون میگه عایشه سراپا شر و بعدنم رد کردم گفتم این موضع ما نیست. شون نظرش اینه. این تیکه را که من نقل کردم قبلش حذف میکنن بعد، یعنی این دیگه واقعا باید بگیم دست شیطان را از پشت بستن اینها. من گمان نمی کنم شیطان فکرش به اینجا برسه. خب ما اصل کلیپ بارها پخش کردیم اینجا و حتی همینی هم که از ایشون نقل کردیم بعد واقعا خجالت کشیدیم نقل کنیم دوباره، ولی اینها مرتب اولش حذف کردن آخرش حذف کردن. تیکه‌ای را که ما نقل میکنیم و رد میکنیم نقل رو میارن و رد رو نمیارن. ایشون میگه عایشه سراپا شر و بعدنم رد کردم گفتم این موضع ما نیست. شون نظرش اینه. این تیکه را که من نقل کردم قبلش حذف میکنن بعد، یعنی این دیگه واقعا باید بگیم دست شیطان را از پشت بستن اینها. میکنیم نقل رو میارن و رد رو نمیارن. بله، یعنی من هیچ در این مورد نمیدونم چی بگم. قبلش رو حذف کردن، بعدش رو حذف کردن، نقل ما رو آوردن و رد ما رو نیاوردن، در حالی که دیدید ما از 2 برنامه متفاوت آوردیم که ایشون نقل میکنه و میگه که من در این مورد هیچ اظهار نظری نمی کنم و طبق همون قاعده‌ای که خودش هم بهش اعتقاد داره اگر عالم چیزی رو نقل کرد و رد نکرد یعنی خودش هم قبول داره. این از این رو اساس قرار داده بودن در برنامه هفته گذشتهشون. بعد شروع کرد
که در تفاسیر اهل سنت خلاصه علمای اهل سنت مانند آلبانی و قرطبی و فلان و اینا اومدن گفتن که بله اینا تصریح دارن بر این که زنان پیامبران و همسران پیامبران امکان داره که زنا بکنن علیاذ بالله و امکان داره که همسر یک پیامبری زنا بکنه و گفت که این نظر آلبانی هست و نظر قرطبی هست و نظر این هست و نظر اون هست. چون خب ایشون در 2 ساعت انقدر دروغ میگه که من چند روز قبل که از دوستانمون در بخش پژوهش پیگیری میگفت که ما بیش از 900 خورده کلیپ از دروغای اینا داریم، کلیپ هایی که تا هنوز نشر نشده، مونتاژ نشده، با هیچ کار گرافیکی روش انجام ندادیم، ذکرش هم تو برنامه ها نشده. یعنی ظرفیت کاری ما همین رو همینقدر ما میتونیم که مثلا در هفته 3-4 تا دروغای اینا رو مونتاژ بکنیم و پخش بکنیم. خب طبعا وقتی شما دروغی رو میارید باید برید دنبال مدارک بگردید، اسناد که در کتب موافق و مخالف اومده پیدا بکنید، رد بدید، بعد این مونتاژ بشه تا بیننده بتونه از این کلیپ استفاده بکنه. در یک برنامه من همینطور که داشتم نگاه میکردم بیش از 20 تا دروغ گفت قزوینی در یک برنامه. به طور نمونه من همیشه گفتم که چنان با چهره عقب جانب و چنان جدی دروغ میگه که شاید هیچ کس شک هم نکنه که اینا دارن دروغ میگن در اینجا. اولین موردش در باره شیخ آلبانی بود که دوستان عزیز اگر این کلیپ رو لطف کنن نشون بدن. آقایان بدم امشب از یکی از علمای بزرگ وهابی جناب آقای البانی، ناصرالدین البانی، از مفتیهای وهابی که خدمت بزرگی برای وهابی ها کرده. بله اینجا دوستان عزیز این اول میاد حدود 2-3 دقیقه ای تعریف میکنه، چون وقتی میخواد دروغ بگه اول میاد این طرف رو بزرگ میکنه، همه فضائلش رو میگه، مناقبش رو میگه تا بیننده بگه به به این آدمی که داره ازش نقل میکنه این دروغ رو دیگه خیلی آدم بزرگی داره، جایگاه عظیمی هست. در این شکی نیست که شیخ آلبانی رحمت الله علیه عالم بزرگی است، اما ببینید که این انسان چطور با زیرکی بهشون دروغ میبنده. ایشون اصالتا اهل سوریه بود ولی بزرگ شده عربستان سعودی. اینجام دروغ میگه. این یعنی من خیلی عذر میخوام از کلمه بی سواد و کلماتی که واقعا شایسته اینا هست اما ذکر شاید خوب نباشه در این منابر. این بی سواد نمیدونه که اسم ایشون شیخ محمد ناصرالدین آلبانی از کشور آلبانیا هست، متولد آلبانیا هست، بزرگ شده سوریه است. میگه متولد سوریه است و بزرگ شده عربستان سعودی است و شاید پرتعلیف ترین کتاب وهابی در این 100 سال اخیر هست. ایشون سال 1420 از دنیا رفت، همون سالی که بن باز مفتی اعظم از دنیا رفت. آقایان از البانی تعبیر میکنن به بخاری عصر. بن باز میگفت البانی امام الحدیثه. خب این آقا، البته من قبلا در کتاب البشاره و الاتحاف مال آقای سقاف از علمای بزرگ اردن هست، از ایشون برای شما عرض کنم نقل می کردیم که البانی گفته به ان امهات المؤمنین و زوجات الانبیاء غیر محفوظات من النساء و الفاحشه. امهات مؤمنین، همسران انبیا، از زنا و فاحشه اینها محفوظ نیستن. ببینید به صراحت میگه دیگه، به صراحت. من این رو خیلی گشتم که در خود کتاب بله ایشون در مطلبی که این ذکر میکنه اولا یک روش تلبیس و دروغ اینه که میره از کتابای کسایی که مثلا بر رد فلان شخص نوشته شده باشه مطالبی رو میاره. طبعا کسی که با شخصی دشمنی داشته باشه یا با اون مخالف باشه طبعا همیشه پشت سیئات و پشت اشتباهاتی میگرده که از اون بیاد سوء استفاده بکنه. در کتاب شیخ آلبانی رحمت الله علیه این موضوع رو میگه نظریاً، یعنی این یک در اصل این است که همه انسان ها میتونن مرتکب گناه بشن الا کسی که الله سبحانه و تعالی اونو بهش تقوا و پرهیزگاری داده باشه. بعد این جالب است که اون مطلبی رو که میاره از شیخ آلبانی رحمت الله علیه
و با مکر و حیله این مطلب رو به اصطلاح میچسبانه به این امام بزرگوار که طوری برای بینندگان وانمود بکنه که ایشون این مطلب رو گفتن. این رو دوستان عزیز اگر که لطف بکنن. بله. و شیء من فقهها و فوائدها. کمی عقب‌تر برگردانیم این رو. این کتاب رو عزیزان ببینن، سلسله الاحادیث الصحیحه و شیء من فقهها و فوائدها، محمد ناصر الدین البانی، جلد 4، حدیث شماره 1501 تا 2000. ببینید کتاب مال آقای ناصر الدین البانی هست که به قول بن باز امام الحدیثه. ببینید این هم صفحه اول کتاب، المجلد الثالث القسم الاول. ریاض هم چاپ شده این کتاب، چیزم نیست. ایران و بیروت هم چاپ نشده. بله. کارگردان عزیز برنامه گفتن که این سادس رو گفت سالس. خب شما زیاد گیر ندید احمد آقایشون دیگه سطح سوادشون برای همه بینندگان آشکار هست. با هم ببینیم ادامه بحث رو. برای شما عرض کنم، ببینید ایشون اول صفحهش عنوان داده عایشه رضی الله عنها محفوظتون غیر معصومه. خب در از داوودی نقل میکنه که روایتی که در صحیح بخاری هست که پیغمبر به عایشه میگه و این کنت علممت فاستغفری. اگر خلاصه همچین اتفاقی افتاده، خلاصه پات لغزیده، خب استغفار کن. یعنی از خود پیغمبر نمیدانم والله، این خدا میدانه من خجالت میکشم نقل کنم. پیغمبر اکرمی که من واقعا دلم میسوزه برای اینا که از بس که اینا خجالت میکشن، از بس که شرم دارن، از بس که حیا دارن، واقعا دیگه یعنی باید به اینا گفت آفرین بارک الله. یعنی این سراپا ماشاءالله تبارک الله سراپا آقای قزوینی شرم و حیا هستن. اگر شما شرم و حیا دارید چرا ذکر میکنید این مسائل رو؟ اگر شما شرم و حیا دارید برید اون مطالبی رو که الان من نشان خواهم داد از کتابای خودتون برید اونا رو بردارید. این بزرگترین دلیل بر این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علم غیب نداشتن. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر که علم غیب می داشتم کار خیری زیادی انجام میدادم، به من ضرری نمی رسید. یکی از همین ضررهایی که به پیامبر رسید همین تهمتی بود که به همسرش زدن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چون مرتبط با وحی بود، تا موقعی که آیات براءت و پاکی ام المؤمنین عایشه صدیقه نازل نشده بود ایشون هیچ خبری نداشتن. و این مطلبی که ایشون داره میخونه از این پایین، امام آلبانی رحمت الله علیه از شخصی به نام داوودی کمی ازش در رفت و خلاصه این رو ذکر کرد، اما خب بینندگانش زیاد متوجه این باریکی‌ها نمیشن. ایشون داره از کسی دیگری نقل میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ نظر اون شخص رو داره نقل میکنه و هیچ وقت هم این نظرات رو تایید نمیکنه. در این مورد من حالا ثابت میکنم. بعدش هم علمای ما، مفسرین ما، خب وقتی که میان یک مطلبی رو تفسیر میکنن، یک حدیث رو شرح میدن، آرای مختلف، نظریات موافق، مخالف، حتی دیدگاه‌های شیعیان، حتی بعضی از تفاسیری که در مورد آیات یا قصصی که در قرآن اومده بعضی از مفسرین از تورات و انجیل هم نقل کردن. گرچه علما روی این قضیه حرف دارن که آیا نقل کردن از این کتاب‌ها جایز است یا نیست، منتها بعضی از مفسرین این کارو کردن، اومدن آیه رو طبق عقیده اهل سنت تفسیر کردن، بعد گفتن که خب در این مورد تورات این رو گفته، انجیل اینو گفته، شیعیان اینو گفتن، فلان اینو گفته. این دلیل نمیشه که هر مطلبی رو که در کتابی عالمی ذکر میکنه حتما باید اون رو قبول داره و جزء عقیده‌اش است. ثانیاً طبق همون قاعده شیخ مفید زمان آقای قزوینی که میگه وقتی عالم یک مطلبی رو نقل بکنه و رد نکنه قبول داره، اما وقتی که رد بکنه و نظر خودش رو بگه پس ما نمیتونیم هیچ وقت بهش این تهمت رو بزنیم. ادامه بحث رو ببینید. اگر خلاصه همچین اتفاقی افتاد، آقایان در صحیح بخاری و مسلم میگه آمد نماز صبحش رو خواند تا ظهر،
اخبار گذشته و آینده را تا قیام قیامت برای صحابه گفت. نماز ظهرش خوان تا نماز عصرم گفت، نماز عصرش خوان تا مغربم خواد تا عشا، تمام حوادث گذشته آینده را برای مردم گفت. حالا این پیغمبر خبر نداره که آیا همسرش پاک یا پاک نیست. حالا این رو من مفصل صحیح بخاری میارم. من تقاضا دارم این بزرگواران اهل سنت بیان موضع گیری کنن. فقط یک جمله، آقا این روایات دشمنان پیغمبر، دشمنان ناموس پیغمبر جعل کردند. جناب آقای بخاری هم که معصوم نبوده، آقای محمد ابن مسلم نیشابوری هم معصوم نبوده، ایشون اشتباه کرده. این روایات رو اینقدر شجاعت داشته باشید. اگر در کتاب‌های شیعه هم باشه ما به صراحت میگیم اگر هر گونه نسبتی به همسران پیغمبر، رسول اکرم و دیگر انبیا هر کس بده، ما میگیم دروغ جعلیه و این یک نوع خیانته. خب همین نسبتی رو که جعفر مرتضی داده بود چرا اینو رد نکردید؟ چرا نگفتید که دروغه؟ میگه که عایشه علیها بالله سراپا شر است، چرا گفتی که در این مورد من اظهار نظر نمی کنم؟ این تناقض رو متوجه هستید شما در اینجا. بعدش هم این مطلب رو ایشون میاره از این کتاب، میگه امرها بالاعتراف. در اینجا یک کمی عقب‌تر بریم. بله علنا ما میگیم ولو بلغ ما بلغ، بزرگترین بزرگ شیعه هم نقل کرده باشه میگه ما ایشون معصوم نبوده و این روایت هیچ ارزشی نداره. خب ایشون میگه امرها بالاعتراف، پیغمبر اکرم به عایشه گفت حالا اگر همچه کاری کردی اعتراف کن، من برات طلب مغفرت کنم. ولم یندبها الی الکتمان، من از بینندگان تقاضا دارم واژه هایی که البانی به کار برده خوب دقت کنند. بله ببینید میگه واژه هایی که البانی به کار برده. دروغ رو میبینید؟ شما دقت بفرمایید در خود همین کتاب دوستان عزیز، اینجا قال داودی، امام آلبانی میاد از داودی نقل میکنه نظر ایشون رو، بعد این دروغگوی بی سواد میاد میگه که و قال آلبانی رو ببینید، این واژه هاشو دقت بکنید چقدر این دلسوزه برای ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. اتمان، من از بینندگان تقاضا دارم واژه هایی که البانی به کار برده خوب دقت کنند. تمام واژه ها بوی نمیدونم چه بگم، عداوت نسبت اتمان پیغمبر، جهل، نادانی چیه من نمیدانم. میگه پیغمبر به عایشه گفت اگر همچه کاری کردی اعتراف کن. بله اینجا شیخ آلبانی رحمت الله علیه، خب این کلیپ طولانیه، در هر قسمتی وای میسته و خلاصه آلبانی اینو رو گفته 4 تا توهین میکنه به شیخ آلبانی و به علمای اهل سنت و بعد چند قطره مشک تمساح میریزه که بله این شما باید علمای اهل سنت باید بیدار بشن و این جلوی این افراد رو بگیرن و علی کل حال. ما سری زدیم به کتاب شیخ آلبانی سلسله الاحادیث صحیحه تا ببینیم نظر شیخ آلبانی در مورد این قضیه چی است. صفحه این شناسنامش این میاد اینجا، این قضیه رو، این قضیه داودی رو که نقل میکنه قزوینی و نسبت میده به امام آلبانی، این مطلب در اینجا هست و بعد ایشون میاد در این صفحه، در صفحه بعد نظر خود در صفحه 27، یک صفحه بعد از اون صفحه که داشت ازش میخون، میگه ولیس المراد بقوله فخانتاهما فی الفاحشه، میگه منظور از قوله فخانتاهما این نیست که علیه بالله همسران پیامبران مرتکب فعل فاحشه میشن، بل فی الدین، بلکه اینجا منظور از خیانت در دین بود. فإن نساء الانبیاء معصومات عن الوقوع فی الفاحشه، میگه بلکه همسران پیامبران معصوم هستند از وقوع در زنا یا فعل فاحشه علیه بالله. لحرمت الانبیاء، به خاطر حرمتی که پیامبران دارن، کما قدمنا فی سوره نور، همان گونه که در سوره نور
در این مورد صحبت کردیم. ببینید این نظر ایشون هست. این آخوند دیدید که چطور با زیرکی و مکاری می اومد و این مطلب رو نسبت میده به کی؟ به شیخ آلبانی. من یک نمونه دیگه از بین این 20 چند تا دروغی که ایشون گفت تو این برنامه از تفسیر قرطبی، کلیپ رو با هم ببینیم. برای شما عرض کنم آقای امام قرطبی که تفسیرش میگن اساره تفسیر شش قرن اوله، الجامع لاحکام القرآن، تالیف محمد ابن احمد ابن ابی بکر قرطبی متوفای 671. تحقیقش کی کرده؟ دکتر عبدالله الترکی که مدتی رئیس رابطه العالم الاسلامیه بوده، در جلد 15 چاپ مؤسسه رسالت. خب ایشون هم میاد در این صفحه 134 و قال الحسن معنا عمل غیر صالح، این که انه عمل غیر صالح یعنی چه؟ ولد علی فراشه ولم یکن ابنه. ببینی این بچه حضرت نوح نبوده، بلکه برای شما عرض کنم رابطه نامشروع داشته. بله اینجا خوب دقت بکنید به لفظی که در کتاب اومده ولد علی فراشهی. این اصطلاح رو علما میدونن که مثلا کسی با زنی ازدواج میکنه، بعد از اینکه ازدواج میکنه خونه این فرزندی به دنیا میاد و طبعا این فرزند قبل از اینکه این همسر جدید با اون هم بستر بشه این زن حامله بوده. حالا این قضیه فقهی است، طولانی است، ما نمیخوایم واردش بشیم. در تفسیر من انشالله نشون خواهم داد که این رو اشاره به چی میکنن و در اینجا این انسان بی سواد دروغگو اینجا میگه که این فرزند از روابط نامشروع، این دروغیه که میگه، این مطلب نیست در تفسیر قرطبی. دروغ ترجمه میکنه، تلبیس میکنه، خیانت میکنه. یک بار دیگه به این توجه بکنید. لغیر رشته ولم یکن ابنه. مجاهدم گفته، قتادم گفته، از حسن بصری سوال کردم گفت والله ما کان ابنه، به خدا سوگند فرزند بچهش نبوده. خب ببینید نمیدونیم چی کار کنیم ما. خب شما خب اینا رو هم بیارید پخش کنید، بگذارید کنار اقوال علمای شیعه، ببینیم آیا احترام همسران پیامبران رو قبل از اینکه به رسول اکرم بره. همینجا برمیگردیم رو همین صفحه. من چون این کتاب رو دارم اینجا پی دی افشو، منتها دوست دارم که دروغشو از صفحه تلویزیون خودش براتون ثابت بکنم. با هم نگاهی بندازیم. بگذارید کنار اقوال علمای زند بچهش نبوده. بصری سوال کردم گفت مجاهدم گفته، قطاد برای شما عرض کنم رابطه نامشروع داشته لغیر رشته. مجاهدم گفته، قتادم گفته، از حسن بصری سوال کردم گفت والله ما کان ابنه، به خدا سوگند فرزند بچهش نبوده. بله همینجا صفحه رو نگر می‌داریم، همین صفحه 135. این اومد گفت که اولا که این ولد علی فراش، اینو به این ترجمه کرد که همسر حضرت نوح روابط نامشروع داشته با کسی دیگه و از کسی دیگه حامله شده بوده. دروغی بود که اینجا گفت، در اصل کتاب این مطلب نیومده. در این صفحه 135 دوستان نشون بدن. اینجا ببینید و این مطلب رو بخاطر که بزرگ بکنه گفت که بله از مجاهدم هم اینو گفته، قتادم هم اینو گفته، از حسن هم که سوال شد گفته والله ما کان ابنه، به خدا این فرزندش نبوده. تا این قسمت اینا رو همه رو خط کشیده میخونه و اینجا چون دروغش افشا میشه این قسمت رو نمیخونه. در اینجا میگه امام قرطبی میگه و هذه اشاره الى انه کان ابن امرأة من زوج آخر، و این اشاره ای است به این که این پسر نوح پسر همسر نوح بود از شوهر دیگرش، یعنی قبل از اینکه با نوح علیه السلام ازدواج بکنه شوهر دیگری داشته، از او پسری براش به دنیا آمده بوده و این فرزند نوح که به اصطلاح الله سبحانه و تعالی گفت انه لیس من اهلک، این از اهل تو نیست، از اهل بیت تو نیست، این در اصل
حالا این رأیی است که در اینجا آوردن این علما. این در اصل همسر نوح علیه السلام قبل از نوح علیه السلام ازدواجی داشته و از اون ازدواج فرزندی به دنیا آمده. طبعا وقتی که زنی دارای یکی دو تا فرزند هست، شوهرش وفات میکنه، میره با کسی دیگه ازدواج میکنه، فرزندانش منتسب به کی میشن؟ به همین پدر جدیدشون. به این میگن پدر و اینم به اونا میگه پسرم دخترم، چون محارم هم دیگه محسوب میشن. تصور بکنید، من در یکی از برنامه گفتم چون این آخوندا همون تصویر ذهنی که از خودشون و خانوادهشون و همسراشون و از جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن، از اون حوزه‌ای که در اونجا بزرگ شدن، همون تصور رو نسبت به خانواده و همسران و اهل بیت و مجتمع پیامبران نیز دارند. این زیر این مطلب که میگه و هادی اشاره الی انه کان ابن امرأته من زوج آخر، این اشاره به این است که این پسر نوح که داستانش معروف است در قرآن، پسر همسر نوح بود از شوهر دیگری که قبل از نوح علیه السلام با او ازدواج کرده بود. این مطلب رو نمیاره. در همین جا، چون این تفسیر قرطبی است و نظر امام قرطبی برای ما خیلی مهم هست، امام قرطبی در همین جا در ذیل این مطلب در پاراگراف بعدی، من اینجا پی دی اف دارم، من تو دوست دارم که دروغا اینا رو از صفحه تلویزیون خودشون نشون بدم، چون بارها این کارو کردیم، نشون دادیم دروغاشون رو از ویدیویی که خودشون نشون میدن. اینم آرم شبکه ولایت هست و این هم پاراگراف بعدی. در اینجا ابن عباس، امام قرطبی چی میگه؟ و قال ابن عباس میگه ما بغت امرأة نبی قط، میگه همسر هیچ پیامبری مرتکب زنا نشده. و انه کان ابنه لصلبه، میگه این پسر خود نوح علیه السلام بود. و همچنین میگه این مطلب رو ضحاک گفته، اکرمه گفته، سعید ابن جبیر گفته، میمون ابن مهران گفته و غیرهم. ببینید این رو ذکر نمیکنه. ترجیحی رو که امام قرطبی در اینجا داده ذکر نمیکنه. فقط چیکار میکنه؟ اونجایی که یعنی باب هوا و هوسش هست اونو میاره، غلط و اشتباه ترجمه میکنه، دروغ میگه به میلیون ها نفر، تا که اون کینه و بغض درونی که نسبت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها داره رو به نمایش بگذاره. این از این مطلبی که از تفسیر قرطبی. بله، من خیلی جالب است دوستان که این ترجیح امام قرطبی رو من از همینجا نشون بدم. دوستان عزیز یک بار دیگه حسن بصری سوال کردم گفت والله ما کان ابن، به خدا سوگند فری سوال کردم گفت یک لحظه این صفحه خیلی مهم هست. بله دوستان اگر بتونن زوم بکنن این پایین صفحه، و هذا هو الصحیح فی الباب. امام قرطبی بعد از اینکه قول ابن عباس ذکر میکنه که همسران انبیا هرگز مرتکب زنا نشدن و این فرزند خود حضرت نوح علیه السلام بود و روایت ها رو دیگر رو ذکر میکنه تا اینجا میگه که فرزندش مخالفش بود و در عمل و در دین و هیچ وقت به اصطلاح حرامزاده نبوده. در اینجا میگه امام قرطبی الان میاد نظرش اینجا بیان میکنه، میگه و هذا هو الصحیح فی الباب ان شاء الله تعالی لجلالة من قال به. میگه به خاطر بزرگی شخصی که این مطلب رو گفته. که این شخصی که این مطلب رو گفته؟ ابن عباس. دوستان این اسم ابن عباس رو در ذهنتون داشته باشید که روی این ابن عباس ما یک کمی حرف داریم الان از تفاسیر شیعه وقتی میخوایم نقل بکنیم که ابن عباس این مطلب رو گفته. امام قرطبی نظر ابن عباس رو ترجیح میده و کلا نفی میکنه این مطلب رو که همسران انبیا علیهم السلام هرگز مرتکب علیاذ بالله زنا نمیشن. و همونطوری که ما خدمت شما بزرگواران نشون دادیم، در این مطلب رو از اینجا یک بار دیگه نشون بدم چون شاید دوستان بعضیشون متوجه نشده باشن. بله عزیزانمون در اتاق فرمانی تصویر رو نشون بدیم. بله الحسن معنا عمل غیر صالح
این که انه عمل غیر صالح یعنی چه؟ ولد علی فراشه ولم یکن ابنه. ببینی این بچه حضرت نوح نبوده، بلکه برای شما عرض کنم رابطه نامشروع داشته. چی؟ بله، رابطه نامشروع داشته. ببینید که همسر حضرت نوح رو به زنا متهم میکنه، به دروغ ترجمه میکنه از کتب اهل سنت و دروغی به این بزرگی رو در جلوی میلیون ها نفر، شاید چقدر انسان‌های باسواد علما ببینن این سفر رو بخونن، اما این دروغی که ایشون گفت و من با همین دوتا اکتفا میکنم، چون نمیخوام الان بیشتر از یک ساعت از برنامه گذشته و ما کلا این مطالب رو اگر بخوایم دروغ‌های 20 چند تا دروغ اینو من بررسی بکنم و از کتاب‌ها نشون بدم وقت زیادی میگیره. بعد میاد با بسیار آب و تاب میگه بله مفسرین و علمای شیعه هرگز این مطلب رو نگفتن که همسران پیامبران مرتکب علیاذ بالله زنا میشن و مرتکب فعل فاحشه میشن و این برعکس این قرطبی و آلبانی و غیره این حرفا رو زدن. ما این مطلب رو دوستان عزیز و بزرگوار من از یکی از تفاسیر اینها اول فیلمش رو ببینیم دوستان عزیز. ما فیلم این آقا رو که میگه که علمای شیعه این بله این هم باز برای شما عرض کنم تفسیر مجمع البیان هست، برسه جلد 5 صفحه 285. ایشون هم باز میاد میگه ما زند امرأة نبی قط، هرگز همسر پیغمبر دچار فساد اخلاقی نشده. بله، من اینجا کتابا رو آورده بودم، دوست داشتم کتابا رو نشون بدم خدمتتون، همین کتابایی که ایشون ذکر میکنه. برای نمونه اگر من این وثایق رو دوستان نشون بدن، این صفحاتی رو که ایشون نقل میکنه من اینجا آوردم از کتابای خودشون، التبیان فی تفسیر القرآن از توسی، اینم جلد و همه چیز. اما همونطوری که روش ما بوده برای اینکه اثبات بشه دروغگویی این شخص، ما از صفحه خود تلویزیون ولایت نشون میدیم. این مطلبی که اینجا میگه که ما زند امرأة نبی قط، همسر هیچ پیامبری زنا نکرده، میگه که این رأی مفسرین شیعه هست. تو اون برنامه خیلی روی این قضیه منار داد. اینجا ببینید دوستان خیانت این رو. این روایت روی عن ابن عباس انه قال ما زنت امرأة نبی قط. این تفسیر شما این مطلب رو که آورده از ابن عباس آورده. این روایت اهل سنت است و ابن عباس عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب، عبدالله و خود عباس دو شخصی هستن که علمای شما و دین شما آقای قزوینی اینا رو جهنمی میدونید، دشمنی خاصی دارید، آیات قرآن رو در شأن اینا تفسیر میکنید که اینا جهنمی هستن. من کان فی هذه اعمی و هو فی الاخره اعمی، در این کسی که در این دنیا کور باشه در اون دنیا هم کور محشور خواهد شد. میگید که این در مورد ابن عباس، عبدالله ابن عباس و در مورد پدرش عباس اومده، در مورد عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که دوست داشته باشید من تفاسیرتون همش این مطلب رو ذکر میکنن. در اینجا این مطلب رو ایشون میگه که بله علمای ما ببینید چقدر آدمای خوبی هستن، هرگز به همسران پیامبران تهمت رو روا نمیدارن. در اینجا کلمه ابن عباس رو نمیخونه، این روایت رو از ابن عباس میگه که این رأی آقای طبرسی است. ادامه کلیپ رو ببینید. و شما عرض کنم تفسیر مجمع کانت الخیانه من امرأة نوح انها کانت تنسبه الی الجنون و الخیانه. برای شما عرض کنم حضرت نوح که میگه فخانتاه ما، خیانت معناش اینه میامد میگه شوهر من دیوانه شده. ببینید شوهر من داره در حق شما خیانت میکنه که شما را برای خدا دعوت میکنه. و همچنین حضرت لوط همسرش افراد آلوده را به مهمانهاش چیکار میکرد؟ راهنمایی میکرد. مهمان میامد خانه حضرت لوط، زنش میره اینهایی که آلوده مسائل اخلاقی بودن و بله خونه شوهر من امروز مهمان اومده بیاد بریزید و چنین چنان. خب ببینید این
نظر علمای شیعه هست. ببینید با چه وقاحتی دروغ میگه. این نظر روایت اهل سنت رو در تفاسیر خودشون از ابن عباس روایت میکنه. بله این روایت، این نظر علمای شیعه هست. بعد میریم رو یکی از تفاسیر دیگرشون، تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن. دوستان نشون بدن. ببینید در اینجا در صفحه 52 این هم نشون داد، ایشون گفت که بله این علمای ما میگن که زنان انبیا مرتکب زنا نشدن. این روایت را هم تفسیر التبیانشون از ابن عباس روایت میکنه. دوستان زوم بکنن. روایت اهل سنت هست. قال ابن عباس كانت امرأة نوح و امرأة لوط منافقين فخانتاهما. قال ابن عباس كانت امرأة نوح كافرة تقول الناس أنه مجنون وكانت امرأة لوط تدل على أزيافه فكانت خيانتهما لهما وما زنت امرأة نبي قط. زن هیچ پیامبری مرتکب فعل زنا نشده. این مطلب از تفاسیر اهل سنت و از راویان اهل سنت و از کتب اهل سنت در تفاسیر اینا ذکر شده. این خلاصه خیلی مختصری بود از این مطالبی که ایشون در برنامهشون گفتن. در هفته‌ای که غربی ها به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توهین کردن، کاریکاتورشون رو کشیدن، ایشون هم به خاطر که کم نیارن در مقابل منافقین و کفار اومدن به همسر پیامبر این توهین ها رو کردن و این تهمت ها و اهانت ها و دروغ ها و تلبیس ها و خیانت ها رو به خورد مردم دادن که حداقل در این مسیر، در مسیر توهین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشون سهیم شده باشه. ما بارها در این برنامه در مورد توهین هایی که علمای شیعه به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کردن صحبت کردیم و مطالبی رو نشون دادیم و امشب هم میخوایم خدمت شما بعضی از مطالب رو نشون بدیم، چون ایشون گفت که بله علمای ما که هرگز این کارو نکردن، همه این فتنه زیر سر این وهابی هست، اینا دارن توهین ها و اهانت ها رو میکنن. این کتاب بهارالانوار هست، دوستان نشون بدن. این مطلب در صفحه 314 از ابو جعفر روایت شده که لو قام قائمنا لردت الیه الحمیرا حتی یجلدها الحد و حتی ینتقم لابنه محمد فاطمه سلام الله علیها. میگه وقتی که از ابو جعفر روایت کردن که امام زمان میاد، حمیرا یعنی ام المؤمنین عایشه صدیقه که این لقب ایشون هست، ایشون رو زنده میکنه و شلاق میزنه به انتقام دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه. این مطلب و همچنین در بهارالانوار در صفحه 314 دوباره همین مطلب اومده در جلد 52. در اینجا میگه که چرا، اینجا میگه کسی پرسید که چرا ایشون رو شلاق میزنه، به خاطر تهمتی که به ام ابراهیم زده بود. این از این مطلب در کتاب بهارالانوار. من سریع رد میشم از این تفسیر قمی. یکی از مفسرین بزرگشون علی ابن ابراهیم قمی، قبل اینو ثابت کردیم که همه روایت تفسیر قمی رو آقای قزوینی قبول داره. چرا قبول داره؟ چون که آیت الله خویی قبول داره و چون که ایشون حرفهای آیت الله خویی رو قبول داره، پس روایت‌های این کتاب رو همش رو قبول داره. اینجا این تفسیر قمی است، دوستان نشون بدن. در این مطلب در صفحه 712 در زیر آیه ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما، میگه والله ما عنا بقوله فخانتاهما الا فاحشه. میگه قسم میخوره این علی ابراهیم قمی، میگه که والله منظور از اینجا از خیانت فعل فاحشه است. ولا یقیمن الحد علی فلانه، به فلانه یعنی به حضرت عایشه حد جاری خواهد شد فیما آتت علی طریق، در راه فلان جا، و کان فلان یحب، فلانی اونو دوست داشت، فلما اراد ان تخرج الی فلان. ببینید این جایی که کلمات رکیکی که بوده و از ترس اهل سنت اینو در چاپای جدید اومدن نقطه چین گذاشتن که بعد بیا توجیه بکنن. اما در پاورقی یک مسئله رو اینجا ذکر کرده، الفراغ من الاصل، این فراغ در اصل بوده، و فی نقطه الثانیه مکان الفراغ البصره،
اشاره به جنگ جمل هست و از تهمت زنا علیاذ بالله به ام المؤمنین عایشه صدیقه صراحتا در تفسیر قمی صفحه 712 در اینجا ذکر شده. همچنین در مورد توهین ها و اهانت هایی که کردن تکفیر ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در کتاب روضة المتقین فی شرح من لا یحصر الفقیه در اینجا میگن که معاویه و عایشه فانهما خارجان عن الدین ولیس من المسلمین، میگه که این عایشه و معاویه اینا از دین خارج بودن در صفحه 218 جلد 2 و مسلمان نبودن. تکفیر صریح ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. در اینجا در کتاب صراط المستقیم الی مستحق التقدیم که من اصل این کتاب رو هم این تصویرش هست جلد 3 صفحه 165 میگه که قالو گفتن، یعنی اهل سنت گفتن که ام المؤمنین عایشه را الله سبحانه و تعالی براحت کرده، بری کرده، اولایی که مبرئون مما یقولون، اونها پاک هستن از اون تهمتی که به آنها زده میشه. قلنا میگه ما گفتیم، یعنی ما شیعیان، ذالک تنزیه للنبیه عن الزنا لا لها، میگه این تنزیه، این پاکی برای پیامبر است که پیامبر از زنا پاک است، نه عایشه. کما اجمع فی المفسرون، که میگه اجماع مفسرین ما در این است. میگه که علی ان فی تفسیر مجاهد المبرئون هم الطیبون من الرجال صیغه التذکیر وليس فيها ما يدل على تغلیب. این از این کتاب و یعنی مدارک واقعا زیاد هست. در اینجا یک بابی زدن در یکی از کتاباشون در این تفسیر در کتاب صراط المستقیم، همچنین در دعای صنمی قریش در اینجا توهین صریح به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که من سریع رد میشم. منتها جدیداً مطالبی رو از کتاب‌های اینها ما اسکن کردیم که من این رو خدمت شما بزرگواران نشون بدم. مطلبی رو که از کتاب صراط المستقیم خدمتتون نشون داده بودم در چاپ جدیدش دوستان نشون بدن. این کتاب الصراط المستقیم، بله دقیقاً در اینجا تهمت زنا به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. و اینجا در پایین این صفحه میگه علیاذ بالله عایشه پلید بوده، میگه و ای رجس اعظم من محاربه امامها، میگه چه پلیدی بالاتر از این است برای عایشه که با امام خودش یعنی با علی ابن ابی طالب جنگیده. این از این کتاب. در کتاب دیگری که یکی از علمای معاصرشون نوشته، دوستان عزیز صفحه این کتاب رو نشون بدن. الفاحشه وجه الاخر للعایشه، فاحشه چهره دیگری از عایشه. این هیئت خدام المهدی یاسر الحبیب اینو نوشته. در اینجا در فصل ششمش در اینجا ببینید عرکیه، زانیه، سلحود، ماجنه، این کلماتی که زن بیباک، زناکار، فاحشه، بدکاره، ترجمه این کلمات رکیکی است که این آخوند زندیق در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در کتابش آورده. در کتاب بهار الانوار دوستان عزیز نشون بدن. این کتاب بهار الانوار، اینم شناسنامش، دقیقاً در صفحه 581 در اینجا میگه که در اینجا میگه که علی ابن ابراهیم میگه که و ضرب الله مثلا ثم ضرب الله فيها مثلا فقال ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط الى آخر آیه. قال والله ما انا بقولی فخانتهما الا فاحشه. میگه که منظور از خیانت در اینجا فعل فاحشه است و حد بر ایشان جاری میشه، بر فلانه یعنی بر عایشه رضی الله تعالی عنها، فيما آتت فی طریق بصره، در راه بصره. در اینجا ببینید این
در اینجا مطلب به اصطلاح رد نظر اهل سنت هست در مورد عایشه رضی الله تعالی عنها. و در اینجا میگه که و کان فلان یحبها فلما ارادت ان تخرج الى البصره قال لها فلان لا یحل لك ان تخرجی. میگه که وقتی که با طلحه میخواست، علاوه بالله ببینید چه افکار کثیفی دارن که با طلحه میخواست خارج بشه ام المؤمنین عایشه و بعد گفت که لازم نیست که تو نمیتونی با من خارج بشی الا با اینکه با من نکاح بکنی. بعد ایشون خودش رو به ازدواج طلحه در آورد. کلمات و داستان‌های رکیک و زشتی که در کتاب‌های اینها هست. این از کتاب بهارالانوار جلد 22. در جلد 32 دقیقاً مطلبی مماثل در اونجا وجود داره. دوستان عزیز نشون بدن. این در اینجا هم مطلبی هست در صفحه 276 جلد 32. در اینجا روایتی را از مشارق الانوار در اینجا میاره که حسن ابن علی، امام حسن مجتبی، از کوفه آمد به طرف مدینه و مردم اومدن پیشش در مورد امیرالمومنین بهشون تعزیت میگفتن. دخلت علیه ازواج نبی، همسران پیامبرم اومدن و قالت عایشه یا ابا محمد ما فقط جدک الی الا یوم فقد ابوک. میگه که خلاص این روز برای تو روز سختی است که پدرت تو از دنیا رفته. و فقال لا الحسن نسیت نبشک فی بیتک لیلا، فراموش کردی که گوشه خونت رو میکندی به غیر قبس به حدید، با یک چیز آهنی داشتی میکندی. حتی ضربت الحدید کفکی فصارت جرحا الى الان. میگه دستتو زدی، دستت پاره شد و اصلا زخمی شد. تبغین جرارا خضرا فيها ما جمعت من الخيانه من خیانه حتی اخذت منها 40 دینارا. میگه کیسه‌ای داشتی در زیر زمین پنهان کرده بودی که در این کیسه تو پولی که از خیانت، یعنی العیاذ بالله ایشون از من کلمه رکیکی که اینا در اینجا میخوان تهمت بزنن به ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها که ایشون از خیانت و از فعل فاحشه العیاذ بالله پول جمع کرده بوده، در خونه خودش در زیر زمین پنهان کرده بوده. میگه که حتی اخذت منها 40 دینارا، 40 دینار میگه از این پول گرفتی تا اینو چیکار کنی؟ تفرقیها فی مبغض علی من الطیم و عدی قد تشفیت بقتله. فقالت قد کان ذلك. میگه که تو این پول رو گرفتی که در راه دشمنی با علی خرج بکنی در بین قوم بنی تیم و بنی عدی، و الان که ایشون کشته شده تو راحت شدی، خوشحال شدی. بعد میگه گفت که بله این کارو من کردم. این در کتاب بهارالانوارشون هست که این گونه تهمت میزنن به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. همچنین در تفسیر البرهانشون، البرهان فی تفسیر القرآن، چاپ بیروت، در اینجا هم مفسرش ایشون در اینجا این مطلب را از محمد ابن یعقوب ذکر میکنه. بعد میگه که فقلت ان رسول الله، در این مطلب همینجا پایینش و ما یعنی بذلك الا الفاحشه فخانتاهما، در اینجا وقتی که این ذکر میشه میگه که معنی این نیست مگر اینکه فعل فاحشه باشه. و قد زوج رسول الله صلی الله علیه و فلانم، پیامبر با فلانی ازدواج کرده بود. منظور ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. اینم در تفسیر سوره تحریم آوردن در این کتابشون، کتاب تفسیر البرهان. در تفسیر نور الثقلین همین مطلب دوستان نشون بدن، توهین به ام المؤمنین عایشه صدیقه که ایشون علیاذ بالله مرتکب فعل فاحشه شدن. و همچنین در کتاب دیگری دارن دوستان، این کتاب رو نشون بدن، خیانت عایشه بین الاستحاله والواقع. خیانت عایشه بین عدم امکان یا امکان داشتن، از تالیف آیت الله علامه المحقق الشیخ محمد جمیل حمود العاملی. در این کتاب سراپا توهین، ناسزا، اهانت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است از علمای اینها. در کتاب کافی دوستان عزیز نشون بدن، الکافی، همچنین همین مطلب رو در اینجا آورده که معنی خیانت در اینجا خیانت به اصطلاح فاحشه ای است که
همسر پیامبر انجام داده بود فلانی. در صفحه 225 در حدیث شماره 2 از علی ابن ابراهیم قمی در اینجا این ذکر کرده این مطلب رو. و در این کتاب مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین، در اینجا هم در فصل 4 در اینجا میگه که فی اسرار حسن ابن علی، که در اینجا تهمت میزنه که ایشون از فاحشه به اصطلاح از عمل خیانت در اینجا پول جمع میکرده در خونه خودش و 40 دینار از این پولا رو در راه دشمنی با علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنها مصرف کرده. و من این کتاب الصراط المستقیم دوستان یک بار دیگه نشون بدن. فقط من شما رو به این ابواب این کتاب، فصولی که در این کتاب آورده، صفحه 161 جلد 3 یک فصلی گذاشته. این فصل در مورد کیه؟ فی ام الشرور. ام الشرور، ما میگیم ام المؤمنین، اینجا یک فصلی گذاشته فی ام الشرور، یعنی مادر همه شرارت ها. در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها این مطلب رو آورده. و اینجا در این شعری که در این صفحه آورده، در صفحه 135 جلد 3 تو اینها به ام المؤمنین عایشه میکنه. بعد در اینجا میگه که فقامت من الدار شیطانه تنادی بلالا نداء حفیه. میگه که این شیطانه به اصطلاح اشاره به ام المؤمنین عایشه صدیقه است که میگه که از خانه خود خارج شد. این مطالبی بود که این آقا سعی میکرد که بگه که بله علمای شیعه مبرا هستن از این، اما خبر نداره که همه چیز در شبکه جهانی وصال حق زیر کنترل از آقای قزوینی و ما همیشه این دروغ‌های شما را تا وقتی که دست از سر ام المؤمنین بر ندارید نشون خواهیم داد. با هم میان برنامه می‌بینیم و بعد از اون ان شاءالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و تماس‌های شما عزیزان را خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. إني
يقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تات قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني. وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خافرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان. من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. با درود و سلام بر پیامبر اسلام، بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و درود و سلام بر اهل بیت بزرگوارشون، خاصتا بر ام المؤمنین عایشه صدیقه طاهره رضی الله تعالی عنها. الله سبحانه و تعالی در آیات سوره نور پاکی و براءت ام المؤمنین عایشه صدیقه را نازل کرد و سبحان الله که این آیات مبارک ترازویی است برای سنجش مؤمن و منافق.
همان عبدالله ابن ابی ابن سلولی که دیروز در مدینه به ام المؤمنین عایشه صدیقه توهین کرده بود و ایشون رو متهم کرده بود، هنوز هم فرزندان ابن سلول و پیروان ابن سلول و منافقین این زمان و عصر به همون راه جدشون میرن و ام المؤمنین عایشه صدیقه طاهره رو متهم میکنن. از همین لحظه تماس های شما عزیزان رو خواهیم گرفت. امیدواریم که عزیزانی که تماسشون برقرار میشه لطف کنن صدای تلویزیونشون رو کاملا ببندن و در رابطه با همین موضوعاتی که مطرح شد در برنامه صحبت بکنن که مسائل جانبی مطرح نشه تا بتونیم استفاده بکنیم از لحظاتی که با هم دیگه هستیم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان کمی صدا رو تقویت کنن، خودتون رو معرفی بفرمایید. بیننده گرامی از کجا تماس میگیرید؟ ناروی از زاده. جان؟ ناروی از زاده. برادر گرامی آقای ناروی از زایدان، بفرمایید برادر گرامی. خوبه. سلامت باشید. بفرمایید. الو. بفرمایید، شما وصل هستید به استودیو، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. حالتون خوبه؟ سلامت باشید. سلامت باشید. من یک چند سال داشتم به خدمت شما در شبکه‌های سیه اینکه دشمنی با ام المؤمنین بعد ام المؤمنین در سالگی با حضرت ازدواج کردن، آیا آیات رضای کبیره وجود داشته؟ بله. بعد علت تیرباران جسد امام حسن توسط ام المؤمنین. بله برادر گرامی آقای ناروی، خواهش میکنم شما مطالبی که دارید مطرح میکنید هر کدومش یک جلسه میخواد برای پاسخ دادن. قضیه تیرباران جسد حضرت حسن دروغی است که اینا گفتن، مانند همین دروغایی که آقای قزوینی چند روز پیش من از تلویزیون خودشون خدمتتون نشون دادم. قضیه رضای کبیر یک حالت استثنایی بوده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد ما مفصل برنامه داشتیم صحبت کردیم. در مورد یکی از صحابه فرمودن و بعضی از صحابه مانند ام المؤمنین عایشه صدیقه در این مورد فتوا میدادن و بعدم از نظر خودشون برگشتن و بقیه صحابه انکار کردن این مطلب رو. مطلب دیگری که فرمودی چی بود؟ در مورد سن ام المؤمنین عایشه صدیقه آقای ناروی برادر گرامی، شما مثل منطقه خودتون، کشور خودتون، آب و هوای خودتون عربستان سعودی رو نسنجید. این یک قضیه علمی ثابت شده است که سن بلوغ دخترها در مناطق سردسیر و گرمسیر فرق میکنه. یک دختر 9 ساله و 10 ساله در عربستان سعودی، در کشورهای خلیج، در قسمت گرمسیر به اصطلاح در این سن سال به بلوغ میرسن در بعضی از مناطق، در بعضی از قبایل. و اما در کشورهای اروپایی، مثلا در کشورهای شمال اروپا و آمریکا، در مناطق سردسیر 15 سال 16 سال، بعضی اوقات تا 17 سال هم طول میکشه. این مسائل خیلی پیش پا افتاده است. اگر مطلب جدید دارید بفرمایید، خدمت شما هستیم. ایشون مثل این که تشریف بردن. بعد سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید برادر عزیز، کمی بلندتر صحبت کنید، بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید. دوستان اگر صدا رو یک کمی تقویت کنن در استودیو من بتونم صدای برادر عزیزمون رو داشته باشم. بفرمایید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. 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 خواستم بگم یه پیام بدید به همین بلوچستان دیگران خودتون نگفت که اگر نگارید مثلا من برادر گرامی اگر شما لطف کنید دوباره تماس بگیرید، صدای شما مشکل داره، واضح نیست، قطع و وصل میشه. خواهش میکنم دوباره زنگ بزنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام برادر عزیز، استاد بزرگوار آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی بکنید. من موحد هستم از ایران، جناب استاد بزرگوار آقای انصاری عزیز، برادر بزرگوار. آقای موحد بفرمایید برادر گرامی در مورد مطالبی که آقای قزوینی دروغایی که گفتن در هفته گذشته. خواستم عرض کنم خدمت شما برادر بزرگوار با گرانقدر، شما بهتر از هر کس میدانید که شیطان از درگاه خداوند رانده شد. به چه علت حال خونده قزوینی که هم از درگاه ملت ایران و تمام مسلمانان رانده شده،
ایشان فکر نمی کردن که روزی شبکه‌ای به نام وصال حق به وجود بیاید و یک شیرمردی بله الان من خدمت شما عرض کنم، ایشان فکر نمی کردن که روزی شبکه‌ای به نام وصال حق به وجود بیاید و یک شیرمردی مثل جناب عالی بیاید و تمام تلویز و دروغ و نیرنگ هایی که در کتب آنها نوشته شده افشاگری کند و دروغی که دارد و برای همه شیعه و سنی روشن شده که چقدر دروغ میگوید. پس چنین شخصی جناب استاد بسیار به شما خدمت کرده و کمک کرده که بیش از پیش رسواییش رو شده و خداوند آدم دروغگو خودش را رسوا میکند و به طرف حق و راستی کمک میکند. این کار خدای بزرگ است که میفرماید شما ابلاغ کنید، شما کارتون نباشد. من آیاتم را حفظ میکنم برای همه و هیچ کس پوشیده نیست. این دروغ و ریاییشون الان برای همه روشن شده که این همه آیات و حدیث و روایات قیچی میکنه، یک سطرشو میخونه، سطر دوم رو ول میکنه. بعد مردم الان آگاه و روشنن. جناب استاد، یک خداوندم یک شخصی مثل شما فرستاده که اون هایی که کر و کورن مثل این آخوند بفهمه به مردم بگه که آقا اینقدر زلالت داره، اینقدر خباثت داره. و السلام علیکم. خدا نگهدارتون. تشکر از تماستون برادر عزیز آقای موحد. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. سلام علیکم، خالد هستم از تهران. آقا خالد بزرگوار بفرمایید برادر عزیز. سلام، خسته نباشید برادر انصاری. سلامت باشید آقا خالد، بفرمایید. قربونت برم، شبتون بخیر. سلامت باشید، شب شما بخیر. عزیز من، این آقای بله آقا خالد صدای تلویزیونتون رو ببندید، با گوشی تلفن صحبت کنید. بله من بفرمایید. چشم. بفرمایید. این چوپان دروغگو آقای انصاری، یعنی همیشه دروغاش باش میشه، منتها خجالت نمیکشه. ای کاش میخواستم از خداوند بزرگ یه ذره از این الو بله صداتون داره پخش میشه. خواهش میکنم از این ریش سفیدش یه ذره خجالت میکشید، از اون سن و سالش یه ذره این حرفاشو یه ذره سانسور کنه. شاید تو خونه اهل تسنن بچه‌های کوچیک هست و از این بچه‌های کوچیک خجالت بکشه، از این ریش سفیدش خجالت بکشه. آخه دروغگویی تا کی؟ چقدر دروغ بگی؟ بابا بس دیگه، خجالت بکش، حیا کن. تشکر از شما برادر گرامی آقا خالد، الله متعال حفظتون کنه. متشکرم، خداحافظ شما. خداحافظ شما. شب شما خوش. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی می‌فرمایید، از کجا زنگ می‌زنید؟ من محمد هستم، از تهران زنگ می‌زنم. آقا محمد از تهران، بفرمایید برادر عزیز آقا محمد. حالتون خوبه آقای انصاری؟ خواستم فقط حالتو بپرسم. خدا شاهده که یه شب توی تلویزیون نمی‌بینیمت، اصلا انگار واقعا چیزی رو از دست دادیم. من ممنونم از شما بزرگوار، خداوند بهتون توفیق بده. یعنی اجرتون فقط با الله که در این امر به معروفی که میکنید مردم رو روشن میکنید نسبت به واقعیت هایی که یه عمری پنهان بود. انگار شما دفینه هایی از زمین داری میارید بیرون، بره مردم نشون میدید که بابا راست چیه دروغ چیه. از خداوند میخوام که خداوند به همه اینقدر عقل و بصیرت و بینایی بده که یعنی تعصب بذارن کنار، بتونن واقعا معنی خدا رو درک کنن که یادت مبادا. یعنی خداوند انقدر والله این رو نمیدونسته که همسری رو برای پیامبری انتخاب بکنه که استغفرالله بعد تهمت فاحشه بهش بزنن. من نمیدونم چی باید جواب داد به این آقا. میخوام ببینم با این حرفاش به کجا میخواد برسه، چی رو میخوای به دست بیاری.
استغفرالله استغفرالله. اصلا 1,000,000,000% اگر این اتفاق افتاده بود چه نفعی برای تو داشت که الان برای تو میخواد چه مثلا چیزی داشته باشه؟ درست. چی رو میخوای متهم کنی؟ چی رو به دست بیاری؟ درست. یعنی این خدا رو تو میخوای از مردم بگیری که بگی انگار تا ما هستیم شما حق اینم ندارید که با خدا مثلا حتی رابطه داشته باشین، باید منو ببینی تا من اجازه بدم تو رابطه داشته باشی. اصلا نمیدونم به خدا الان چون برای اولین بار با شما صحبت میکنم، خدا شاهد اینقدر دوستتون دارم، هم به خاطر شخصیتتون و هم به خاطر این مسئولیت بزرگی که خداوند به دوش شما نهاده که مردم رو دارید بیدار میکنید. یه جور نمیدونم چی. تشکر از شما آقا محمد. از خدا براتون آرزوی توفیق دارم. سالم و برقرار باشین. الله حافظ همتون باشه. الله حافظ شما برادر. قربون شما بازم قربونتون برم. سلامت باشید. تشکر از شما. بزرگوارید برادر گرامی. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من وحید هستم، از اصفهان تماس میگیرم. آقا وحید از اصفهان، بفرمایید برادر گرامی. من درباره کلیپا که شما پخش میکنید من میخواستم بگم خدمتتون حرف شما کاملا درسته. من خودم از اهل تسنن هستم و میخواستم خدمتتون عرض کنم که این کلیپ شما حرف شما کاملا درست و صحیح، اما یه نکته هم باید خدمتتون بگم. این ایام مخصوصا این ایامی که گذشت خب تو ایران موسوم و موصوف به هفته وحدت است. اون موقع ما با این حال میدونم سخته در اهل تسنن در ایران خیلی مشکلات شدید دارن، اینو من نمیخوام منکر بشم. اما نکته ای که از در ایران مخصوصا تو همین ایام وحدت قبل وحدت علمای بزرگ اهل سنت علمای ما رو دعوت کردن و آوردن به قم، در اون اجلاسیه اونها رو تکریم کردن. این به علما رسیدن، غذای خوب دادن، نمیدونم آقا وحید جانم برادر گرامی، علمای اهل سنت علمای شما رو دعوت نکردن. شما اولا نمیدونم از کدوم مناطق اهل سنت ایران هستید، میشه به من بگید؟ من بهتون گفتم که من از اصفهان تماس میگیرم خدمتتون و من خودم اهل سنت هستم، دارم میگم. بله آقا وحید بزرگوار میشه لطف کنید ارکان ایمان رو طبق مذهب اهل سنت بفرمایید؟ خب ارکان ما خب 3 تا که بیشتر نیستش که چی باید خدمت شما بگم؟ ارکان ایمان رو بفرمایید طبق مذهب، طبق اعتقاد اهل سنت. ارکان ایمان توحید و نبوت و قیامت معاده. خب این که طبق مذهب شیعه است. مذهب شیعه چیه؟ من دارم خدمت شما. آقا وحید بزرگوار من یک سوال دیگه از شما بکنم. در طول 30 و چند سال انقلاب اسلامی در ایران یکی از دستاوردهای کنفرانس وحدت رو برای اهل سنت، شما به عنوان یک اهل سنت در این چند سال چه دستاوردی برای شما داشته این کنفرانس وحدت؟ آقا وحید؟ حالا من متاسفم آقا وحید برای شما و کسانی که مثل شما فکر میکنن. ببینید برادر بزرگوار، بزرگترین دستاورد هفته وحدت اخیر، من طول این سالایی که گذشت نمیگم که هفته وحدت چه دستاوردی داشته. حالا اگر بگیم هم خیلی مختصر، کشتن شیخ زیایی، کشتن شیخ احمد صیاد، کشتن دکتر مظفریان، کشتن علمای شیخ نعمت الله توحیدی، تخریب مسجد شیخ فیض مشهد، تخریب مساجد اهل سنت در اهواز، تخریب نمازخانه ها و مساجد اهل سنت در شهرهای مختلف مانند شیراز، کرمان و جای دیگه، تخریب مدرسه امام ابو حنیفه در زابل، کشتن علما و بزرگواران اهل سنت و دعوتگرانی که مردم رو فقط به توحید دعوت می‌کردند. امروز در زندان بودن ده‌ها جوان کرد فقط به خاطر اینکه مردم رو به طرف عقیده توحید به سوی لا اله الا الله دعوت می‌کردند. اکثرشون هم حافظان قرآن هستند. آخرین هفته وحدتی که چند روز قبل برگزار شد، بزرگترین دستاوردش این بود که مصلای پونک رو در تهران، جایی که شیخ الاسلام عبدالحمید
مولانا عبدالحمید حفظه الله در اونجا میخواست بره نماز جمعه را ادا بکنه، بست جمهوری اسلامی و تصاویرش هم میتونید در سایت های خبری ببینید که اصلا کلا جوش زدن درشو که کسی دیگه نتونه وارد بشه. این بزرگترین دستاورد هفته وحدت بوده برایشون. سعی کنید که بس همون چیزی که هستید بیایید رو خط و ما اینجا حق میدیم به شیعه، به سنی، به هر کی به مخالف اون بیاد، منتها فقط ادب و اخلاق رو مراعات بکنید. میتونید که نظرتون رو بگید، نیازی نیست که مثلا خودتون سنی جا بزنید و بیاید دفاع بکنید از این تئاترهایی که جمهوری اسلامی در طول این چند سال در چند دهه برگزار کرده و غیر از مصیبت و بدبختی و دربدری هم برای شیعیان و هم برای اهل سنت چیز دیگری دستاورد نداشته. وحدت واقعی وقتی برقرار میشه که این کتاب‌ها رو بیارن و این مطالبی رو که در کتاباشون هست خارج بکنن و تقیه و دروغ مثل قزوینی نه انکار بکنه. بله علمای شیعه کدومشون هیچ کدومشون توهین نکردن و هر کی هم توهین بکنه ما قبولش نداریم. با دروغ و تلبیس و خیانت نه، با دلی پاک بیان این مطالب را از کتاباشون بیرون بکنن. و هیچ ما قبلا هم اینو گفتیم، بارها در برنامه ذکر کردیم، آقا بزرگترین وحدت وقتی اجرا میشه که شما در جمهوری اسلامی بگید هر کس که به اصحاب پیامبر و به امهات المؤمنین توهین بکنه مسلمان نیست، دشمن جمهوری اسلامی است، دشمن ولایت فقیه است. کردن این کارو؟ نه. روزانه داره توهین میشه در جرایدتون، در مجلاتتون، در روزنامه هاتون، در صدا و سیما، در تلویزیوناتون توهین میکنن. من یک نمونهشو همین الان من دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر که لطف کنن نشون بدن این تلویزیون، این چیزایی که در تلویزیوناتون پخش میشه، دوستان اینو پخش بکنن. زینب کبرا بر شورای کثیف و نجس سقیف لعنت بشوا بر عمر لعنت بشوا بر عمر ابابکر لعنت بشوا بر عمر عثمان لعنت بشوا بر عمر عایشه لعنت بشوا بر عمر حفصه لعنت بشوا بر قاسمین خلافت مولا امیر المؤمنین تا صبح قیامت این تلویزیون مرجعیتشونه، تلویزیون مرجعیت، مراجع عظام تقلید، حضرت آیت الله مجتبی شیرازی، حضرت آیت الله صادق شیرازی، این تلویزیونشونه. صحابه، امهات المؤمنین، بعد وهابیا، بعد سنی ها و سنی دوست ها. یعنی اگر شما یک شیعه منصف هستید و اهل سنت رو به عنوان یک انسان دوست دارید، بر شما هم لعنت میفرستن. این است دستاورد وحدتشون بعد از انقلاب اسلامی تا الان. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. دیر کردید بیننده عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. سلام علیکم آقای انصاری.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من نوکر شما هستم از ایران، یک شیعه ایرانی. بفرمایید برادر عزیز شیعه. بنده در تاریخ 22/6/1393 برای شما دلگفته های شما پیامی ضبط و پخش شد از شبکه مبارک وصال حق. خاطرتون هست؟ بله بفرمایید. خاطرتون هست؟ گوش کردید؟ نه من متاسفانه گوش نکردم. شاید پیام های شما ضمن پیام هایی باشه که امشب انشالله پخش خواهیم کرد بعضی از این پیام ها رو. حتما آقای انصاری. بله من یادم اومد. به درد دل من گوش بده آقای انصاری. بفرمایید. درود، من گفتم درود بر بحر معرفت دریای علم حدیث مولانا عبدالقدوس دهقان. درود بر انصاری بتشکن زمان انصاری. به داد انصاری. بله انصاری ما دین نداریم، انصاری ما بیش دین شدیم. الله المستعان. انصاری ما دین اسلام و دین برحق بود. ما بی دین شدیم، کافر شدیم. دین ما تشکیل شده از 165,000 امامزاده. انصار ما برای شفا به آثار نامقدس شخصی به نام علیرضا باید بریم و با طلب و گردن خود ببندیم و اون بدبخت بیچاره فلک زنهی که طلاهای خدا دارن برای آقای تبسی در حرم نامقدس میاندازد. بیننده گرامی، برادر عزیز اگر یک کمی آرومتر صحبت کنید که صداتون واضح باشه. من دوست دارم کلمات گوهربار شما را بینندگان بشنون و متوجه بشن. بفرمایید. الله سبحانه و تعالی این اشک‌های پاک شما رو در میزان حسناتتون قرار بده در روز قیامت. آقا تو خدا سبحانه من هر موقع من زنگ میزنم من با مکافات شما رو تلفن شما رو میگیرم. الان صدا خوبه واضحه؟ بله الان واضح است. بفرمایید. دیگه صدایی نمونده، صدایی که همش دروغ و تلبیس میاد بیرون. حرفای گوشهای ما پر از حرفای کثافت این آخوندهای بیشرف پس. اصلا من بچه که بودم از 8 سالگی به خدا فکر کردم، گفتم خدایا این چه وضعیه که ما یک 2 تا چوبو گوش میدید؟ بله چون من شادم هر موقع تمام شد با تلفن خونه تماس میگیرم اگه بشه. از هیچی هم ترس ندارم آقا انصاری، از هیچی وحشت دارم. یه خدای دارم و محمد رو دارم. خداوند محمد همیشه مواظب من بوده. گفتم چرا ما میایم اینجا چوب لباس برتن میکنیم و میگیم عمر آتش میزنیم و بهش میگن مراسم عمر کجان؟ الله المستعان. و امیرالمومنین عمر از همون موقع من اعتقاد داشتم، ولی من شیعه اجداد من شیعه صفوی، اون صفوی کثافت، اون مولا محمد باقر مجلسی با اون مغز سفلیسیش، با اون کتاب بهار و رمارش، با اون کتاب اصول کافی، با اون کتاب فلان، با اون دین عبدالله ابن سبع یهودی. شما مطالعه فرمایید ابن تیمیه چه فرموده، امام بخاری رو بخونید. من وقتی که پای صحبت تلویزیون شما میشینم، وقتی مولانا عبدالقدوس صحبت میکنن آقا موهای برنامه سیغ میدونه میترسم از اون دنیای باید ترسم. واقعا برادر گرامی احساسات شما قابل قدر است و کسی که این وضعیت رو دیده باشه. شما آقای انصاری میگه جای، میگه ای مگس، ای قزوینی، ای کثافت، ای آشغال، ای خود فروخته. میگن آقای انصاری انسان ها 2 گونه هستند، آن کس که خود را فروخت و در بند کرد
و آن کس که خود را خرید و آزاد کرد. ای کثافت آشغال، ای قزوینی لعنتی، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. عرض خود میبری و زحمت مصطفی عبدالقدوس میفرمایید. من میخوام از اینجا دست مبارک ایشان را ببوسم. درست شما با پرست نیستید، درست شما انسان‌های بزرگتون مثل این کثافت ها آیت الله و حجت الاسلام و سقف الاسلام و حضرت دعوات و زله و حرفا نمیدید. ولیکن ما در جهان اسلام سنت رسول، در جهان اسلامی که همه گیر خواهد شد زمانی و دین سنت رسول الله و همین و صحابه بزرگ محمد و من خنده‌دار جالب جناب انصاری با این سن سال با این سواد اندک نمیفهمیدن یار غار یعنی چه. ای محمد انصاری نمیفهمیدن یار غار. من فکرم به اصطلاح خنده‌دار میگن آقا یار غاره یا یار حمامه گلستان فلانه. بعد فهمیدن که وقتی محمد عزیز در غار ها پناه گشته و عنکبوت آورده کسی جز ابوبکر صدیق در کنار او نبود. من تشکر میکنم از شما برادر عزیز و بزرگوار. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی شما رو در این راه ثابت قدم بداره. آقای انصاری اجازه خدا رضی کنم چون حالم خوب نیست. وقتی شما رو میگم آقای انصاری اجازه بدید خداحافظی بفرمایید. حضرتتان تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه. الله متعال سعادت داره نصیبتون کنه و در این راه شما رو ثابت قدم بداره. یه مقدار آقای انصاری دلم خورن. آقای انصاری کدوم راه؟ من دینی ندارم که من نه شیعه هستم نه لیاقت سنی بودن را. ببینید برادر بزرگوار الله سبحانه و تعالی در مورد بندگانی که گناه کردن و در گناه اسراف کردن، اسرفوا علی انفسهم، در مورد اینا چی میگه؟ میگه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خداوند همه گناه ها رو میبخشه، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نباشید. ای فراد بشن، ای قربون صورت نورانی ماه دارم دیگه تموم بشه تموم کنم. تشکر از شما. تماس برادر، تشکر از تماس شما. صحبت دیگه خیلی متشکرم آقا عزیز. زنده باشید. آقا عزیز خیلی سخت شمارتون رو میتونم بگیرم. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه. تراکم تماس هست، ما هم از شما عذر میخوایم. اگر که انشالله امکانش بود میتونید از طریق پیامگیر پیاماتون رو بذارید و ما انشالله در شبکه پخش خواهیم کرد. بس من رو پیامگیر دلگفته ها خاطرتون باشه. پیام من رو با صوت من صوت زیبا نازیبایی است. آقا انصاری با قدیم ترین بلندگوهای جهان پیام مرا خواهشمند از هی پخش کنید. هی پخش کنید. تشکر از شما. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم انصاری. انصاری بچکه. سلام علیکم. کمی آرومتر داد نزنید اینقدر. بس سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید شما رو خط هستید. الو سلام برادر انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید برادر عزیز؟ من عبدالله هستم. آقا عبدالله بزرگوار بفرمایید. بعد 1 سال موفق شدم با برادر عزیزم صحبت کنم. بفرمایید برادر بزرگوار. خیلی خوشحالم. دست شما در نکنه. واقعا 4 شبکه تولیدی خیلی زحمت میکشن. الحمدلله. خیلی تلاش میکنن. اجرتون با خدا باشه. سلامت باشید. انشالله که خدا یه کاری بکنه که انشالله تو ایران بیایید و این شبکات تو ایران هم باشه ما راحت باشیم. انشالله. حقی که این نعمت که واسه ما گرفتن، هفته وحدتی که گذاشتن، وحدتی نمیبینیم. کدوم وحدت؟ ما که ندیدیم.
خدا شاهده من تو جمعی هستم که خب بین برادران شیعه بزرگ میشیم، همشون بد نیستن دیگه. تو گوش بعضی هاشون که گفتن دیگه قبول نمیکنن دیگه، اینقدر خوندن دیگه، شستشوی مغزی به جای رسیده که قبول نمیکنن. انشالله خدا اونا رو هدایت کنه. آمین. و یه خواهش دیگه هم ازتون دارم برادر عزیزم که خواهش میکنم، خیلی ها هستن این توهینایی که به صحابه کرام میشن، به مادر گرامیمون حضرت عایشه میشه، اینا رو پخش نکنید. واقعا خیلی هست، من خودم چندین بار دیدم ناراحت شدم، اشک آدم در میاد. اینا تو این اهانتی که میکنن اصلا نمیدونم الان چی بگم. الان هم اون کلیپی که شبکه شیطانی مرجعیت بود که نشون داد شما پخش کردید، واقعا دل ما رو شکن، خیلی ناراحت شد. اگه خدا کار بکنه که اینا هدایت بشن. آمین. اگه هدایت شدنی هستن، اگه نیستن که خدا نیست نابودشون کنه. آمین. آمین. با تشکر از برنامه خوبه. تشکر از شما برادر عزیز. نمیگم چون برادر زیاد پشت خطه. سلامت باشید. تشکر به تمام بچه‌ها سلام برسونید. علیکم السلام. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. من بعضی از پیام‌های شما عزیزان رو انتخاب کردم که از پیامگیر شبکه که امشب پخش می‌کنیم. از زمان با پخش پیامگیر دوستان اگر لطف بکنن شماره پیامگیر رو هم بذارن رو صفحه تلویزیون که عزیزانی که میخوان دلگفته‌هاشون رو، پیام‌هایی دارن، انتقادات، پیشنهاداتی دارن، برای ما رو پیامگیر بگذارن. حتما عزیزان ما در شبکه میشنون. سوالات شرعی اگر دارید ان شاءالله در برنامه فتوا پخش میشه. شبهاتی در نظرتون هست، فرصت نکردید، وقت نشد در برنامه اون روزه که زنگ بزنید، میتونید در پیامگیر بذارید. من حتما ان شاءالله در برنامه اون روزه که پخش میکنم و به این شبهاتتون پاسخ میدیم. بعضی از پیام‌هایی که عزیزانمون گذاشتن من پخش میکنم تا با هم بشنویم. سلام خدمت دستاندرکاران شبکه وصال حق. من احمد هستم، از ایران زنگ میزنم. خواستم بگم واقعا از برنامه‌هاتون خیلی متشکرم. من خودم 32 سالمه، تا 30 سالگی اصلا قرآن نخونده بودم، ولی به لطف برنامه‌های وصال حق و دیگر شبکه‌های توحیدی کاملا بیدار شدم. فقط خواستم همینو بگم، دیگه چیزی واسه گفتن ندارم. واقعا از برنامه‌هاتون تشکر میکنم. خدمت آقای انصاری هم واقعا سلام عرض میکنم، خیلی دوستشون دارم. امیدوارم هر جا هستن موفق باشن. ممنون. خدا عزیز. تشکر از شما. سلام خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. من بعد از 55 سال خدا از گناهام بگذره که کارهای شرک‌آمیز انجام دادم به عنوان یک شیعه در ایران. اونم متاسفانه به دلیل این بود که اطلاعاتی از کتب نداشتیم و اون چی که آخوندها بالای منبر میگفتند میشنیدیم و گاهی هم تفکر نمی کردیم در این زمینه. در هر صورت من بعد از 55 سال عمر موحد شدم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. و نه تنها خودم بلکه خانواده 6 نفری هم موحد شدن و همینطور از اطرافیان اقوام و آشنایان و فامیل ها با توجه به آیات و سورهایی که در قرآن از طریق همین شبکه وصال حق پخش شده و ما گوش کردیم و مراجعه کردیم، با همان دلایل محکم توحید را به اطرافیان خودمون هم تبلیغ کردیم. یعنی در حقیقت حق رو تبلیغ کردیم، حق رو گفتیم. در نتیجه حدوداً 20 نفر موحد شدن به شکر خدا. فقط خواستم بگم این آخوندا و این انقلاب باعث شد که مردم ایران چشمشون باز بشه به حقایق دین اسلام، چشمشون باز بشه به خلفای راشدین و تمام مسائلی که در قرآن بوده و اینها آیات قرآن رو حتی ترجمه درست بلد نیستن بکنن. حتی قرآنی که به زبان فارسی با ترجمه الهی قمشه‌ای هست، باز یه سری از شکیات خودشون رو در این تفاسیر ذکر کردن. الحمدلله که من هم خودم و هم خانوادم از این شکی که اینها به ما یاد داده بودن و ما رو مشرک کرده بودن و با واسطه میخواستیم از خدا چیزی بخوایم، الحمدلله از این رهایی یافتم. از شما و از تمام همکاران شما در این شبکه
تشکر بسیار دارم. خداوند مرا و شماها رو یاری کنه که از حق دفاع کنیم و حقیقت رو به گوش همه مردم ایران برسونیم، به خصوص مردم شیعه‌ای که در ایران هستن و اکثرشون نمیدونن، حقیقتا نمیدونن. به کارتون ادامه بدید. تشکر میکنم. خدا یار و نگهدارتون. تشکر از برادر عزیز و گرامی. واقعا صحبت‌های مؤثری که ما رو خوشحال کردید با این بشارت‌هایی که ما از شما شنیدیم. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی شما و خانواده گرامیتون و همه عزیزانی که به دست شما هدایت شدن و همه موحدین رو توفیق پیروی از قرآن کریم و ثبات در این راه نصیب بکنه. من شیعه موحد شده هستم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. با کمک های استادان عزیزی که در این شبکه به خصوص آقای انصاری مطالب بسیاری رو من بعد از 50 سال متوجه شدم. این 50 سال در ایران نه تنها من بلکه بقیه شیعه جز از موضوع شهادت امام حسین و صحرای کربلا و اینها چیزی یاد نگرفتن. اصلا ایرانی ها قرآن نمیخونن. قرآن هم که میخونن فقط همون تو قبرستون میخونن و یا همینجوری میگن از رو بخون ثواب داره. اصلا آیات قرآن رو معنا و مفهومشون نمیدونن به عنوان مسلمان. بعد اون وقت بت بزرگشون که خمینی باشه در توضیح المصالح شماره مسئله 453 میگه میتونید با همسرتون از پشت معذرت میخوام رابطه برقرار کنید بعد کفاره بدید. بعد در کتاب بزرگشون آقای منتهی الآمال شیخ عباس قمی در باب رحلت پیامبر گرامی اسلام میگه ای علی وقتی که من مردم دست به عورت من بزن تا قدرت جنسی تو زیاد شود. آخه این مزخرفاتی که اینا دارن اساس و پایه‌شون که 4 تا کتابشونه همش دروغه. مردم نمیدونن. از یه آخوندی پرسیدم که این حدیثی که میگید درسته واقعا درسته که پیامبر گلوی حسین را میبوسید و گریه میکرد؟ پرسیدن یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ گفت این نوه منو در جایی به نام کربلا کشته میشه و سرشو میبرن. خب با آخونده گفتم که اگر این حدیث درسته بس دیگه چرا به شمر و یزید و یکی فوش میدین؟ خب اونا مأمور خدا بودن دیگه، بس از قبل مقدر شده بوده دیگه. دروغگوهای بزرگی هستن. جز دروغ و تدلیس و حقه‌بازی چیز دیگه ای ندارن. مردم ایران رو معذرت میخوام گاو و گوسفند فکر کردن. حالا چون دستاشون داره رو میشه بعد جوری عصبانی هن. تشکر میکنم. ادامه بدید. در ضمن میخوام این آیه ای است که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین رو برای ما بیشتر توضیح بدید که اینا هی کلمه بقیت الله را اضافه میکنن همه جا مینویسن که نام حضرت مهدیه. اینا بیشتر توضیح بدید. خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. اینا همیشه میبینید که میگن مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم یک جا شد. بعد که آیه دیگری که میگه یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان میگه حسن و حسین از اینا اومد بیرون. ان عدت الشهور عند الله 12 شهر میگه تعداد ماه‌ها در نزد الله سبحانه و تعالی 12 ماه است. میگه این اشاره به 12 امام است. این بقیت الله هم اشاره به اون قومی که کم فروشی میکردن و الله سبحانه و تعالی قوم هود علیه السلام است فکر کنم کم فروشی میکردن، در وزن و پیمان خیانت میکردن. اشاره به این است که شما میخواهید با این کار سود به دست بیارید، پول به دست بیارید، ولکن آنچه که در نزد الله است برای شما بهتر است. آنچه که در نزد الله است چی است؟ جنت هست، بهشت هست، نعمت‌های که الله سبحانه و تعالی برای راستگویان، راستکاران در بهشت آماده کرده و اینا میخوان با همین سود اندک دنیوی اون نعمت‌های باقی که در نزد الله سبحانه و تعالی پایدار و جاویدانه است اونها رو از دست بدن. این رو حالا بر اساس هوا و هوس خودشون تفسیر میکنن. جناب آقای انصاری و جناب مولانا مجیب الرحمن که خیلی ایشون هم دوست داریم. من خودم یک طلبه هستم، اسمم طلحه و از کشور ایران هستم، یعنی در اصل افغان هستم.
دیگه پیام فرستادم. خیلی واقعا از روزی که با شبکه وصال حق من آشنا شدم، حدودا دو سه سالی هست، خیلی واقعا هدایت شدم، علمم بیشتر شده، تا جایی که من چند وقت پیش با دست با برادران اهل تشیع من عقیدم خراب شده بود و به طرف مذهب اونا رفته بودم. همین شد که با دیدن شبکه وصال حق و دیگر شبکه‌های اهل سنت مثل کلمه واقعا هدایت شدم، واقعا به طرف مذهب خودم دوباره اومدم و الان فهمیدم که مذهب اهل سنت یعنی چی. یعنی حس کردم من که واقعا الان افتخار میکنم که من اهل سنتم و همیشه پای برنامه‌هاتون نشستم. سعی کردم پیام بفرستم، نمیتونم اومده اگرم و واقعا تشکر از همه. الله حفاظتتون کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. با سلام خدمت شبکه جهانی وصال حق و دوستان عزیز گرامیمون. واقعا خسته نباشید. واقعا این راهی که شما گرفتید راه انبیا، راه اولیا است و شما را از شما خیلی متشکریم که این راهو ادامه میدید. یعنی ایران شما واقعا داره تغییر میدید، مردم در همه تغییر کرده. الان واقعا این حرفای قشنگتون بخصوص حرفای آقای انصاری واقعا مردم رو تغییر دادن. خداحافظ. تشکر از این برادر عزیزمون. سلام علیکم، خسته نباشید. من محسن هستم، از ایران باهاتون تماس میگیرم. قصدم از این مزاحمت این بود که واقعا از شما تک تک دستاندرکارانی که تو این شبکه وصال حق دارن زحمت میکشن ازشون یکی یکی تقدیر و تشکر کنم. واقعا خیلی برنامه آموزنده و برنامه توحیدی هستش. واقعا از همتون سپاسگزارم. یکی دو کلمه در مورد این بحثایی که امروزه داره تو برنامه ها تو ایران، تو کشورهای دیگه، تو اهل سنت، تو شیعه اتفاق میفته. من خودم درست شیعه‌ام، ولی خب با این حال یعنی واقعیت اونقدر به حرفای این آخونده رافضی، آخونده شیعه گوش کرده بود. یعنی چی بگم؟ یعنی برعکس من یه آدم، چجوری بهتون بگم، یعنی کلا سر تا پا گناه از سر و صورتم داشت میریخت. یعنی اونقدر گناه، زنا، یعنی فرق و گناه و زنا شده بودم. ولی از وقتی که یکی دو سالی از این برنامه‌های شما رو دارم نگاه میکنم، واقعا پی به این بردم که یعنی انسان واقعی کیه؟ انسان واقعی شما هستین، اهل سنت، نه ما شیعه. البته من خودم قاطی اینا نمیکنم. از وقتی که برنامه‌های شما رو دیدم من واقعا پی به این بردم که انسان واقعی یعنی چی، طعم یک انسان واقعی رو دارم میچشم. چون واقعیت اینه که انسانیت یعنی چی. ولی اینا نمیدونم یک واژه‌ای هست به نام خجالت، نمیدونم به گوش این آخوندهای رافضی خورده یا نه. واقعا باید خجالت بکشن از این اعمالشون، از این رفتارشون، از این دروغ‌هایی که دارن پی در پی پشت سر هم دارن میگن. مردم و انسان‌ها رو دارن از دینشون خارج میکنن. بابا ما انسانیم، ما هم انسانیم، ما هم یعنی خدا ما رو آفریده. یعنی اینا به فکر اونجانا نیستن. پس این قرآن برای چیه؟ این کتاب الهیه، کتاب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلمه. چرا باید اینو انکار کنن؟ چرا واقعیت رو به ما نگن؟ فقط به خاطر اینکه جیب خودشون پر بشه اینا رو دارن تو گوش ما فرو میکنن. ما اون دنیا جواب خدا رو چی میخوایم بدیم؟ حالا ما هیچ، اینا خودشون میخوایم اون دنیا جواب خدا رو چی بدن؟ میخوان از کی کمک بگیرن؟ تو صحرای محشر میخوان چیکار کنن؟ به اون فکر نمیکنن؟ من واقعا متاسفم واسه اینجور آدما. من الان واقعا دارم این طعم یک انسان واقعی دارم میچشم به لطف شما، به لطف برنامه جهانی وصال حق. واقعا از شما هم ممنونم. انشالله که خدا شما رو دوست بداره. واقعا من دیگه نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. انشالله که خدا به همراهتون باشه و سایه خودش از بالا سر شما ور نداره. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید حسین هستم از تهران. قریب به 44 سال سن دارم و یک شیعه سوپر آتیشی بودم تا حالا و برنامه شما رو که میدیدم
واقعا به وحدانیت و توحید خداوند متعال پی بردم. حالا یه سوال داشتم خدمتتون که در این مدتی که من با عقاید و اعمال شیعه و این شیعیان رافضی به قول شما بنده فرایضم رو به جا می آوردم، از این به بعد من باید چیکار کنم؟ یعنی در واقع چجوری فرایض دینی خودم رو به جا بیارم؟ تشکر میکنم خدمت های انصاری و ما بقیه دستم در کاران رسانه حق. سلام و خسته نباشید. عرض میکنم. سلامت باشید. تشکر از شما. با سلام و خدا قوت خدمت کارکنان شبکه وصال. برادر انصاری، چقدر زیباست که بنده الله متعال آینه کلام او باشد. اشداء علی کفار رحماء بینهم. بله به راستی که با کفار شدیدی و با مؤمنین نه. برادر عزیزم آقای انصاری، به لطف الله متعال من به همسرم 2 سال است که به واسطه شبکه شما موحد شده ایم. الله اکبر. و دعای خیر ممتاز زنده ایم همراه شما. برادر انصاری، شما فرمانده و ما سربازیم. خواهد الله پرچم مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله را در اسلام ایران برافراشته کنیم. من هستم شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. تشکر از شما. با تشکر از شما. تشکر. الله متعال شما رو ثابت قدم بداره در این رو برادر عزیز. سلام، خسته نباشید. درود خدا بر شما. من در عجبم، تعجبم از کسانی که به یک چیز اعتقاد دارند ولی وقتی که از همان چیز دلیلی براشون میاری قبول نمی کنند. سخن من با شیعیان است و ازشون این سوال را دارم که قرآن را واقعا قبول دارند؟ اگر قبول دارند پس چرا برعکس قرآن عمل می کنند؟ شاید واقعا قرآن را نمی خوانند. من ازتون خواهش می کنم قرآن بخوانید. قرآن وقتی که میگویید به قرآن ایمان دارید پس به آن نیز عمل کنید، چون عمل نکردن به قرآن یعنی ایمان داشتن به آن. یکی از دوستان میگفت این شبکه‌ها وهابی هستند، دروغ میگویند. گفتم آنها دروغ میگویند، آیا قرآن نیز دروغ میگوید؟ گفت مگر قرآن چه میگوید که ما عمل نکرده؟ گفتم پس معلوم از قرآن نمیخوانید. برو قرآن بخوان، برو قرآن بخوان تا ببینید چه چیزی گفته است که شماها عمل نمیکنید. بعد از 2 ماه وقتی دوباره دوستم را دیدم گفت واقعا ما به کجا میرویم؟ ما چه راهی رو پیش گرفتیم؟ من تا امروز از خدا هیچ چیز نمیخواستم، همیشه از امامان کمک میگرفتم. حالا میدونم که آنها هیچ وقت صدای من را نشنیدند و اگر هم میشنیدند به اندازه پوست دانه خرمای قدرت کمک کردن را نداشتند. من نیز خودم تازگی‌ها موحد شدم و واقعا از شماها تشکر میکنم که راه روشن و راه رستگاری رو به من نشان دادید. درود و رحمت خدا بر شما و کسانی که این راه را پیش میگیرند. امیدوارم که در سایه حق همیشه و همیشه پاینده باشید و همیشه قرآن را به مردم گوشزد کنید. واقعا از ته دلم همتون رو دوست دارم، علاوه خصوص آقای انصاری عزیز که همیشه براش دعای خیر میکنم. خدا سلامتش کنه و قرآن رو واسه ما تفسیر کنه و ما رو در راه راست هدایت کنه. ازتون خیلی ممنونم. دست همتون رو از دور میبوسم. براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. با سلام، من از ایران زنگ میزنم. من یک پسر 14 ساله بیمار هستم که مریضیم رو به بهبودی داره میره. خواستم بگم که من تو این زندگی جز خدا کسی به من کمک نکرد و سفارشم به تمام همسنای خودم اینه که خدا ایمان بیارن و از خدا کمک بخوان. دیگه حرفی ندارم، فقط ازتون میخوام برای تمام مریضا به ویژه سرطانیا دعا کنید. تمام انشالله خدا به همه ما کمک کنه. آمین. خدا نگهدار شما. الله سبحانه و تعالی به شما شفای عاجل نصیب بکنه. بینندگان عزیزم برای این برادر عزیزمون دعا بکنم. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت تمام وصالیان جهان، شبکه وصال عزیز، خصوصا آقای انصاری بزرگوار، میخواستم خدمتتون عرض کنم من یک شیعه از ایران هستم. با عنوانی که یک شیعه که با 40 سال نزدیک به 50 سال با شیعه زندگی کردم، با شیعه ازدواج کردم، تو مراسم فاتحه رفتم، روسی، جشن، تولد، فقط
کفر و قتل پرستی. شیعه چیزی به نام خدای قبول نداره اصلا. شیعه اصلا تمام یا علی یا حسین یا امام زمان یا امام رضا. شما دقت کنید هیچ اصلا خداوند اینا قبول ندارن. کلمه یا فقط مختص خداونده. یا که ما باید بگیم خداوند. از برنامه قشنگتون لذت میبرم. 90% تا 95% از وقتم پای برنامه شما میذارم. منم دین ندارم حقیقا، ولی به وسیله برنامه شما دارم هدایت میشم. خدا سرشاده، خدا گواهه. عاشق برنامه‌تون هستم، خصوصا عاشق آقای انصاری عزیز. انشاءالله که خدا و رسولش آقای انصاری رو در پناه خودشون حفظ کنن. دوستتون دارم. به جز قبل فراتسی چیزی یاد نگرفتیم، به جز درخت بوسیدن، میله بوسیدن، آهن ماچ کردن. حال آدم به هم میخوره. ما خودم کلا یه آدم بیدینی هستم، ولی دارم به وسیله شما هدایت میشم. دوستتون دارم آقای انصاری عزیز. از راه دور صورت ماهت میبوسم. تو و شبکه شما باعث شد که باز برگردم به طرف خدا و دین و مطلب قرآن. انشاءالله که همه شما رو خداوند حفظ کنه. آمین. و شما بهمنی از بوشه. خداحافظ شما. با سلام، خسته نباشید. من واقعا نمیدونم چی بگم به این آخوندها که این روزا دارن ماها رو به سمت جاهایی میبرن که خودمونم نمیدونیم. واقعا از شبکتون خیلی 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 سپاسگزارم. من دوستی دارم که شیعه بود، ولی حالا با نصیحت‌های شما، با کارهایی که شما دارید میکنید، کاملا یه ذره دیگه به سمتش باز شده. واقعا ممنونم. راضی هستم از ایران. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من فاطمه عبدالغفار هستم از تاجیکستان. من از همین کارگردان های شبکه وصال حق خیلی منت دارم. خداوند شما را همیشه زنده نگهبان باشد. خیلی متشکرم. ممنون برای برنامه های خوبتون. خداوند یار و مددگارتون باد. همیشه خداوند در راه حق پاسدارتون. خداوند راه اهدنا الصراط المستقیم را از طریقی شبکه های شما بر ما راهنما کن. خیلی از شما متشکرم. سلامت باشید. تشکر میکنم از عزیزانی که پیام گذاشته بودن و از عزیزانی که نتونستیم پیام هاشون رو پخش بکنیم. من عذر میخوام. انشاءالله سعی میکنیم در میان برنامه های صدای حق پیام های عزیزانی که گذاشتن در پیامگیر انشاءالله پخش بشه. یکی از عزیزانمون در همین پیام ها عرض کردن که ایشون گناه زیاد کردن و الان که موحد شدن و توبه کردن، آیا الله سبحانه و تعالی گناهشون رو میبخشه؟ آیات خیلی بزرگی است در قرآن کریم که واقعا یعنی آدم در حیرت است از این همه لطف و مهربانی که الله سبحانه و تعالی به بندگان خودش داره. این آیات رو من یکی یکی خدمت شما عزیزان تلاوتش رو میذارم و مختصر ترجمهش رو هم با هم مرور میکنیم و دوستان عزیزی که الله سبحانه و تعالی به اونا هدایت نصیب کرده در هر سن و سالی که هستن و هر چقدر که گناه کردن و امروز هدایت شدن و الله سبحانه و تعالی اونا رو به راه راست هدایت کرده، با دقت به این آیات گوش بدن و ترجمه های اینو توجه بکنن که واقعا نوید و بشارتی است برای کسانی که به سوی الله سبحانه و تعالی برمیگردن و توبه میکنن. میگه و کسانی که با الله معبود دیگر را نمیخوانند و نفسی را که الله کشتنش را حرام کرده جز به حق نمیکشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات گناه خود را خواهد دید. عذاب او در روز قیامت مضاعف می گردد و با خواری و ذلت در آن جاودانه خواهد ماند. آیات بعدی خیلی مهم است، گوش بدیم به این آیات مبارک. میگه مگر کسانی که توبه کنند، مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پس اینانند که الله بدیهایشان را
به نیکی ها مبدل می کند و الله آمرزنده مهربان است. ببینید کسی که توبه میکنه به سوی الله سبحانه و تعالی برمیگرده، نه تنها پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند کسی که به اسلام وارد میشه، کسی که توبه میکنه، توبه نصوح، توبه ای که از ته دل باشه، تکرار نکنه دوباره اون گناهانی رو که انجام میداده، این انسان مانند کسی است که از مادر به دنیا آمده باشه، هیچ دفتر اعمالش پاک سفید. به علاوه این که الله سبحانه و تعالی همه این گناهانش رو میبخشه، اون گناهانی رو که انجام داده الله سبحانه و تعالی تبدیل میکنه به حسنات. سبحان الله. ببینید چقدر این الله سبحانه و تعالی به ما مهربان است و چقدر شقی و بدبخت است کسی که به سوی الله سبحانه و تعالی بر نمیگرده و توبه نمیکنه. آیه بعدی هم آیه جالبی است، با هم بشنویم. و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، پس بیگمان او چنان که باید به سوی الله بازگشت می کند. این بشارت رو دوست داشتم که خدمت این برادر عزیزمون که نگران بودن از اینکه گناه کردن و امروز توبه کردن و به سوی الله سبحانه و تعالی برگشتن و از این میترسن که الله سبحانه و تعالی گناهان اونا رو نبخشه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ببینید اون آیه که قبلا برای اون برادر عزیزمون ذکر کردم که الله سبحانه و تعالی نه اینکه فقط گناه کرده، میگه اسرفوا علی انفسهم، بندگانی که گناه کردن در گناه زیاده روی هم کردن. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله سبحانه و تعالی همه گناهان را میبخشه. برمیگردیم به تماسهای شما عزیزان. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب آقای انصاری، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ حسینی هستم، از مشهد مزاحم میشم. آقای حسینی هستم. آقای حسینی، برادر بزرگوار آقای حسینی، بفرمایید در مورد مطالبی که مطرح شد در برنامه خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید، چون ما وقتمون حدود 15 دقیقه بیشتر نمونده. بله، میخواستم بگم آقای انصاری با وضعی که در میان شیعه و سنی اختلافات و ناراحتی هایی که هست، جای قزوینی شبکه‌ای دارند و همه رو دعوت میکنن که به اهل سنت احترام بذارن به مقدسات اونها و تلاششون همش بر همینه که این جو اهانت به مقدسات اهل سنت کم کم برطرف بشه. با این وجود روایه که بیان ایشون جور اهانت و چی بشه و نسبت به اونایی که فحاشی میکنن و بی احترامی میکنن و نسبت به اونها هیچی گفته نشه، اما این سید بنده خدا که مردم رو دعوت میکنه، شیعیان رو دعوت میکنه که با برادران اهل سنت مهربان باشن، احترام کنن، به مقدسات اونها بی احترامی نکنن، نسبت به این بنده خدا اینقدر اظهار دشمنی و آقای حسینی من نمیدونم که شما برادر بزرگوار همیشه میومدید با ما بحث علمی میکردید، لذت میبردیم از صحبت‌های شما، امروز چرا میخواهید از این آقای قزوینی دفاع بکنید؟ ایشون ما کلیپش رو در شروع برنامه پخش کردیم که در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه که عرف اون که شریف مرتضی رو نقل کرده بود که دروغ گفت من رد کردم، در حالی که رد نکرده بود، سکوت کرده بود. چیزی ما به اونش کاری نداریم که گفته بود عایشه علیه بالله سراپا شر است. همین که میگه عایشه توف سربالاست. شما رو به خدا آقای حسینی در مورد همسر بزرگوار خودتون، در مورد مادر بزرگوار خودتون، اگر یکی از قوم و خویش شما بیا بگه آقای حسینی این همسرت که تو کنار این داری زندگی میکنی برای تو حیثیت توف سربالا داره، شما رو به خدا آیا شما با این شخص میگید دست درد نکنه خیلی ممنون، خدا پدر مادر تو بیامرزه؟ این خود ایشون هم گفت من نقل قول کردم و بعد در این کلیپی که گذاشتیم گفت من رد کردم و گفتم این دروغ گفت. خب ما کلیپ دروغ گفت برادر عزیز، گفت ما در مورد عایشه 50 تا سوال داریم. گفت ما در مورد عایشه بیش از 50 تا سوال داریم. شما رو به خدا آقای حسینی آیا سوال پرسیدن در مورد
شرف و ناموس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در راستای وحدت امت اسلامی است. به ام المؤمنین عایشه صدیقه توف سر بالا گفتن در راستای وحدت امت اسلامی است. الان به نظر شما اگر خانم عایشه ام المؤمنین به جنگ خود رسول خدا میرفت و لشکری به جنگ خود پیامبر خدا میبرد، از نظر شما همینجور که الان میگین قابل احترام بود؟ در حالی که تعمیر بعد از اینکه او رو در جنگ محاصره شد و گرفته شد ازت فرمود ارادت ان تقتلنی، این میخواست من رو بکشه، همچنان که فتوا به قتل عثمان داد و باعث قتل عثمان شد. آقای حسینی خواهش میکنم. آقای حسینی بزرگوار سعی نکنید که اینجا شبهه پراکنی بکنید. برادر بزرگوار، یک نص، یک روایت از سیدنا و حبیبنا علی ابن ابی طالب امیر مومنان شیر خدا رضی الله تعالی عنه بیارید که به حضرت عایشه العیاذ بالله گفته باشه که فخانتاهما در مورد عایشه نازل شد زیرا که ایشان فعل فاحشه را انجام داده بود. آیا علی اینو گفته؟ نه هرگز نگفته. خب آقای حسینی جواب من رو بدید. آقای حسینی علی نگفته، علی تکفیر نکرده، علی با عایشه توهین نکرده، علی با عایشه جنگیده، با همدیگه جنگیدن، بعد از جنگ با عزت، با اکرام، با تکریم میاد پیش شتر حضرت عایشه میگه ای مادر خدا تو رو ببخشه. بعد حضرت عایشه هم اظهار ندامت میکنه از اینکه این چنین واقعی رخ داده. شما به عنوان شیعه علی، قزوینی به عنوان شیعه علی، اگر راست میگید حداقلش اینه که پیرو علی باشید. علی سکوت کرد، چیزی نگفت، شما هم نگید. علی توهین نکرد، شما هم نکنید. خب آقای حسینی برادر بزرگوار، امروز مجلسی میاد، علی ابن ابراهیم قمی میاد، کلینی میاد، میگه که فخانتاهما در این آیه در مورد عایشه هست، العیاذ بالله مرتکب فاحشه شده و در بهار الانوار جلد 32 که من نشون دادم صفحشو، یکی از رواتش میاد از امام حسن عسکری روایت میکنه که ایشون از پول خیانت پول جمع کرده. برادر بزرگوار اگر شما صادق هستین در آنچه میگویید، بیایید همین روایت ها رو منابرتون در شبکه هاتون، نه تقیه مثل قزوینی که آقا هر کسی توهین کنه ما توهینش رو رد میکنیم. این که نشد. بیاید بگید که آقا اگر مجلسی توهین کرده، کلینی توهین کرده، هر کی توهین کرده به ام المؤمنین عایشه، این انسان مسلمان نیست، خارج از دایره اسلام هست و همه این روایت هایی که در این مورد روایت کردن دروغ است و باطل است. قمی میاد تهمت زنا علیه بالله به ام المؤمنین میزنه، آقای خویی میاد میگه که همه روایات کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی صحیح هست، 100% صحیح هست، ما قبولش داریم. بله، من تایید حرف شما از حضرت عایشه، خانم عایشه وقتی سوال کردن در مورد فاطمه گفت محبوب ترین زنها نزد رسول خدا بود و شوهرش علی هم پیش رسول خدا بسیار محبوب بود. بعد طرف میگه پرسیدم پس چرا به جنگ با او رفتی؟ گفت تو چرا از مادرت به دنیا آمدی؟ گفتم مقدر الهی بود. فرمود خب این هم که من به جنگ او رفتم مقدر الهی بود. و بعد هم توبه میکرد و بسیار تا آخر عمر گریه کرد و فرمود که من رو در کنار قبر رسول خدا دفن نکنید که من بعد از او احداثی مرتکب شدم که از او شرم و حیا دارم. خوبه. الان حضرت عایشه همین اعتقاد رو داشت. حضرت عایشه همین اعتقاد رو داشت. آیا برای وحدت امت اسلامی بهتر نیست که شما شیعیان پیرو علی باشید و پیرو فرموده های دستورات علی باشید و پیرو کلینی و مجلسی لعنت الله علیهما نباشید که این توهین ها رو به خاندان پیامبر روا داشتن؟ کاملا درسته. منم همین عقیده شما رو دارم و دلیل رد شدن این حدیثی که کلینی و اینها به قول شما میگه مجلسی آورده اینه که اصلا این روایت خودش داره خودش رد میکنه که شما میگه که طلحه به او گفته حلال نیست بر تو اینکه خارج شوی بدون محرم. خب در حالی که ام المؤمنین محرم بود با طلحه، این چه استدلالیه که این حدیث جعلی آورده شده که چون تو محرم نداری نمیتونی خارج بشی؟ خب طلحه که پسر رو گفته میشه
و بر فرض محال که ما بخیم بگیم این روایت اگه درست بوده، این میگه که یعنی عقد محرمیت خونده، نه این که خدای نکرده مثلا مشکلی از چیز باشه، عقد محرمیتی تازه اگر بر فرض محال این روایت جعلی رو بخوایم درست کنیم، اگه نه که اصلا در اصلش خود روایت داره خودش رد میکنه، یا درست نیست. کسی نمیتونه با مادرش به مسافرت بره بعد بگه چون تو محرمی. من تشکر میکنم آقای حسینی از شما، الله متعال ستون کنه. تشکر از شما. تشکر برادر بزرگوار. همچنین در نه تنها در نسبت به ام المؤمنین عایشه صدیقه، حتی نسبت به ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این کتاب، در کتاب فروع کافی، در این کتاب هم دوستان عزیز، در این کتاب، در کتاب فروع کافی در جلد 3 تا 5 در صفحه 669 در اینجا میاد از همین علی ابن ابراهیم قمی، این شخص به اصطلاح خبره داره در توهین و اهانت به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. در اینجا در مورد همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ام سلمه، در اینجا در روایت 4720 در اینجا میاد در مورد پیامبر، در مورد ام سلمه رضی الله تعالی عنها صحبت میکنه و یک روایت کلا دروغه، یعنی چون که تاریخ به اصطلاح این واقعی که ذکر میکنه این واقع در مکه هست و ام سلمه با پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از غزوه احد ازدواج کرده. در اینجا ایشون میاد از پیامبر اجازه میگیره که به خاطر فوت به اصطلاح پدر خالد بن ولید بن مغیره بره اونجا و پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش اجازه میده. فاذن لها فلبست ثيابها، بهشون اجازه داد و ایشون لباسشو پوشید و تهیهت و کانت من حسنها كانها جان، انقدر زیبا بود مانند به اصطلاح جن. و کانت اذا قامت فارخت شعرها جل جسدها، میگه که وقتی بلند وای میستاد میگه این موهای سرش به طوری بود که کل بدنشو میپوشاند. ببینید میاد تفاصیل یعنی همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شکل خیلی قبیح بیان میکنه در کلینی. یعنی تنها حضرت عایشه نیست، یعنی نوامیس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از زبان کثیف این استوانه های مذهب شیعه رافضی در امان نبودن، مانند علی ابن ابراهیم قمی و محمد ابن یعقوب کلینی و ملا باقر مجلسی و غیره. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر عزیزم، شب بخیر. علیکم السلام ابو اسماء بزرگوار، حال شما خوبه؟ قربان درود بر شما، درود بر شما که مردم روشن میکنین همه موحدان. متاسفانه آخونده هرچی پول صرف میکنن مردم مشرک میکنن، میرن در افریقا پول مصرف میکنن تا یه نفرشی نمیدونن آب از زیرشان رفته، ملت ایران داره موحد میشه. آقای انصاری شما میگی اینا وحدت قبول نمیکنن، چطور قبول؟ اینا آمدن وحدت میکنن، وحدتشان نمیبینی در سوریه الله المستعان و در عراق، در افغانستان، در یمن، این همه وحدت. معنی وحدت پیش اونا میدونید چطوره؟ یعنی شما باید تبرع کنی از خلفای راشدین و صحابه و شهدای بدر و شهدای احد، بگی اینا همشون کافر بودن، فقط کلینی و خمینی ملعونی که میگه میشه تجاوز کنی با دختر شیرخوار. الله المستعان. همینه این دینشونه. ولی آقای عزیز اینا میان میخوان این آقا حسینی آخرش من قول بهت میدم فوش میده و میره. این فکر میکنی این نمیدونه قزوینی چه گفته؟ به حفصه ام المؤمنین فوش نمیده، این فقط به عایشه. خود ملعون این همه دشمنی به این ام المؤمنین چرا؟ وقت خدا میفرماید در قرآن، مگر خدا پشیمان شد در حرفش؟ میفرماید النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم
آخه شما دیگه چی کاره هستی؟ دشمنان اسلام. خداحافظ شما. تشکر از شما. آخرین تماس رو میگیریم با اجازه کارگردان برنامه. سلام علیکم، بفرمایید. خب شما راضی نبودید از این آخرین تماس، قطع شد. من تشکر میکنم از تک تک برادران و خواهران عزیزی که پشت خط موندن و من نتونستم تماس های شما عزیزان رو بگیرم و همچنین تشکر میکنم از عزیزانی که اظهار لطف کردن، چه از طریق ایمیل، چه از طریق پیامگیر شبکه و چه از طریق تلفن. ما الله سبحانه و تعالی را سپاسگزاریم که ما رو به عنوان خادمین دین در این راه داره از ما استفاده میکنه و این نعمت بزرگی است و ما هر چقدر که شکر الله سبحانه و تعالی رو به جا بیاریم نتونستیم که اون نعمت الله سبحانه و تعالی رو که به ما ارزانی کرده، این نعمت بزرگ رو سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم بهشون فرمود که لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک من حمر النعم. اگر یک مردی رو الله سبحانه و تعالی، یک شخصی رو به توسط تو هدایت بده، برای تو از همه زیبایی ها و اشیاء قیمتی دنیا بهتر است. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما و به شما عزیزان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب کنه. تا فرصت دیگر که باز هم با آن روی سکه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. همه تان رو به پروردگار متعال می‌سپارم. التماس دعا و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا.